این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بانک Your Trusted Bank برای شما تقدیم می گردد. بیخی مسلمان با اسلام تفاوت است. بیخی قرآن دیگه چیز میگه، مسلمان دیگه با تمام مسلمان‌ها چالش میتون جان اختار میتون 50 سال دیگه جان گدوات میشه. کسی که بادیگارد داره خدا نداره سرمایه سوسیالیستی که میکروفون رو درشون زدم لودا کس چه قسم مردم است. ما با لودا رو بسیار دوستم دارم که اگه در بنز برید در یک عروسی خوش آمدی میگه، اگه در بایسکل برید تام اومدین 5 بنای انسانی رو براتون تشریح میکنن. یک تعداد ملا صاحبان است که غریب مردن و اینا رو میخونه، معتبر مو تأکل میخونه. علت پسمانی مسلمان‌ها است که اینا قرآن نمیفهمن. من تو ریاضی را ارثی از پدرم گرفتیم. یک نفر کشتی قاتل هستی، 10 نفر کشتی جانی هستی، 1 میلیون نفر کشتی چیستی، محترم هستی، قهرمان شید. در آباد بسترم کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. این قسم زیاد مسلمان ساختیم. موسیقی را بسیاری میگن که غذای روز. نه خیر، همیشه وطن روشنفکرایش فروخته، وطن همیشه دانشمندایش فروخته. ما صلاحیت افغانستان هیچ وقت نداشتیم. کسانی که چند بچه داره همیشه جگرخون هستن، اما که هر قدر دختر داشته باشه این جگرخون هستن. من قصدار ملت خود هستم. شهرت نگردیم با شما رو دیوانه میگم. آب دادن ثواب داره کوتاه. بله. اما خاک فروش محکوم است که دی افغانا دم تیاری امریکا را گرفتن که بیادر بیا که ساوی تبته باز بگروز اینا گفتن افغانا در تیاری خود قشار کردن رفتن. نخیر باز یک شور هماهنگی جور میکنه، یک شور فرهنگی جور میکنه، یک جور میکنه، یکی دکلی دیگه میذاره. ولی مردم افغانستان در هر جای دین است وطنتون است. مردم دنیا شما با تفنگ آمدین، مردم ما را کشتین. من جو بایدن نمیشناسم. میگه همت در کار دارد امتحان زندگی، از ناکام آن که عرض ناتوانی میکند. بله. گپ جمع گپ. تاپ از تاپ. گپ جمع گپ. HM Production مجهز با کامره ها و وسایل بروز، فاگ ماشینز، فایرورکس، کرین، درون، دیجی، ویرایش سینمایی فیلم عروسی شما، فیلم و عکاسی قبل از محفل، پوشش محافل در شهرهای ساکرامنتو، سان دیگو، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، لاس وگاس و دیگر شهرها و ایالت‌های آمریکا. تیم خلاق ما با بیش از 15 سال تجربه کاری در خدمت شماست. خوشی و لبخند با HM Production. بله سلام علیکم. سلام. بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، آرزو دارم که خوب و جور و صحتمند باشین و با برنامه گپ جمع گپ بسیار خوش آمدین. نام خدا دو طرف دوستا سیاه پوشیدن. شما من فکر میکنم که یگان دم زنگ میزنین که تو هم سیاه بپوش، ما هم تصادفی شده اینا. همیشه تصادفی میشه. باز ما خدایی سیاه پوشیدیم. تنها فواد زرد پوشیده. ما دیگه از تخفیف بلک فرایدی استفاده کردم، یعنی میره خریدم دیگه، بسیار گرم است. مارک کلیرنس هم هست. هیچ چیزش خوب، کل چیزش خوبش هست، همین زیاد گرمیش مرا پشیمان کرده. بلک فرایدی دوستا یک روز است، در یک سال یک روز است که قیمت ها تقریبا نیم میشه در بسیاری موارد، یا 30% یا 20% یا 40% پایین میاد قیمت ها. دیگه از خاطر یک تخفیف خاص است دیگه فواد استفاده کنه. اما حفیظ جانی که میگن نیم میشه قسم نیست، ولی میبینیم اونمو قیمت میباشه و یک کم تفاوت درش ایجاد در بسیاری چیزای خرد ریزه نیم شاید شه، اما در چیزای کلان شاید یک کم پایین بیاد. دیگه اوبجان هم نیست، جایش خالی، جای سبز و یک مصروفیت داشت امروز. آمد در استودیو آمد پس رفت. در استودیو آمد پس رفت. دیگه انشالله که در برنامه آینده خواد بده. مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی را داریم ما شما که تجارب 50 سال زندگی و تحقیق و تحصیل و علم و کمال و همه چیزی که خودش کسب کرده بر ما وعده داد که در این برنامه گپ جمع گپ همیشه شریک میکنم. برای تمام دوستا منتظرش باشین. مهمان بسیار عزیز ما آقای صدیق افغان هست که چند لحظه بعد، چند دقیقه بعد ان شاء الله صحبت کردیم. حفیظ جان، امی روزمره در طول روز چیز زیاد آزاردهنده است برای تو، سر فشار میاره. مثلا آزاردهنده فشار میاره سرت. مثلا سر خودم است که تایمم که از پیشم خاک دود میشه به اصطلاح عام، اون بسیار سر فشار میاد. دیگه مسئله این مسئولیتایی که داره، مثلا درباره وظیفه است یا پیسه پیدا کردن است، من تو سر فشار به این میاره که میگم پسمان نشم.
شاید سر یک کس بله کرایه خانه فشار بیاره، سر یک کس شاید مصارف ماهوار خانه فشار بیاره. سر دخترها و زنها غیت نه فشار نیست، فقط فشارشون نمیسته که چه وقت که پیران برای مچم کی تو شوه این استایل چطور میشه. نخواد باشه. نه فواد جان فرق میکنه از هر کس. من زیاد که زور میته این باشه که مثلا من یک در ماه گذشته بله برق پرداخته بودم، اما یک روز ازش نواخت شده بود، پس دوباره بر من بیل آمده بود و من او بیل قبلی رو گم کرده بودم. یعنی آدم کمزور تشویش بیل برق میکنه. تو تشویشات از زندگی است که بل برق بیخی چاکلیت است. خداوند تشویشا رو با ما نشان نده، ولی نمی فشارهایی که ما نه یعنی هدف ما پیشبرد زندگی سو پیسه و تایم و دقیقی هدف. شما فشار بزنید ندارین، فشار نرمال است. از ما فشار زیاد است، مثل که بصیره جان گفتن امی صبح وقت که روزی که شفت صبح دارم دیگه از شب بیخی خواب نمیبره که من صبح باید وقت بیدار شوم دیگه نمو میباشم زیادتر یا یگان کار می‌داشته باشم زنگ بزنم. خب امسال سال کاست مثلا برام یک چیز نو پیدا شد، یاد فراموشی پیدا کردیم. آفرین دیگه خیلی پیدا شد. در این سال برات در این نقطه و مقطع زمانی برات چی پیدا شد؟ چیز نو متوجه شدی؟ خندت میگیره؟ اینال کاری که مثلا یاد فراموشی که آدم می داشته باشه به خاطر ازی است که ذهن در چندین جای مصروف. شاید ذهنت خراب نشده باشه، اما اگه تو یک نشتهش کنی از یاد نمیره. مغزم بیچاره ایران میمونه که 10 چیز چطور در مغز خود بسپاری نه. یگانه و نان چاشت میخوری شب از یاد میره که خوردی. هم قسم است. ما واقعا وقتی که تشویش داشته باشم مثلا فیزیکا خودم در کار هستم ولی ذهنم اونجا نیست. عملا کار انجام دادم میره ولی بسیار نقصام داره. یک نفر دیگر هم تو چرت میبره. خدا مهربان است. دوستا حمایت شما سابسکرایب چینل ما، کامنت، لایک و ویدیو ما را شریک کردن با دیگر دوستایتان است. این کارا کنین. اگر نکردین سابسکرایب کنین و از انگولار فشار بدین که ویدیوهای نو ما به شما برسه. مهمان ما منتظر است. سپاس از سالارهای عروسی تاون این کانتری به خاطر تالار زیبایی که در اختیار ما گذاشتن. تاون این کانتری عروسی های مجلل. و نوبت رسید به مهمان ویژه ما دوستا. یک وقفه و بعدش دیگه قصه های بسیار زیاده که همون قسم گفتم 50 سال تجربه و تحقیق به این برنامه مفصل سرش صحبت میشه. گپ جمع پاپی بانک، بانک با خدمات عالی 5 ستاره و مسئول‌ترین بانک. بانکی که توسط امریکن بانکر و S&P گلوبال بهترین بانک شناخته شده. خدمات: باز کردن حسابات جاری و پسنداز، اجرای قرضه‌های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا، اجرای قرضه‌های تجارتی الی 100 میلیون دلار. نمایندگی‌ها در سراسر کالیفرنیا و شهرهای سان فرانسیسکو، ساکرامنتو، لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. پاپی بانک، your trusted bank. برای ساخت و نشر اعلان تجارتیتان با ما به تماس شوید. دوستان عزیز دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه گپ جمع گپ است. سپاس از پاپی بانک یور تراستد بانک به خاطر حمایت مالیشان از برنامه گپ جمع گپ. نمایندگی های این بانک در سراسر کالیفرنیا هست. به خاطر گرفتن معلومات و باز کردن حساب به وبسایتشان www.poppy.bank مراجعه کنین. و مهمان ویژه مهمان ما دوستان متولد کابل است و 66 سال سن داره. مکتب را در مزار شریف آغاز و در لیسه عالی انصاری در کابل به اتمام رسانید. بعداً من حیث محصل اختصاصی در رشته ریاضیات پلی‌تکنیک درس خواند. ماستری و دکترای خود را در رشته ریاضیات گرفت. تجربه چندین سال تدریس علم ریاضیات را در مکاتب و پوهنتون‌های مختلف افغانستان دارد. صحبت‌ها و پیشگویی‌های وی بر اساس علم ریاضیات توجه همه را همیشه جلب کرده. بیش از 20 رئیس جمهور و دانشمندان متعدد را ملاقات کرده. در بیش از 70 کنفرانس بزرگ بین‌المللی اشتراک داشته. از همین خاطر نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به نام و کارکردهای آن جامعه علمی آشناست. در مسابقات بین‌المللی ریاضی همیشه مقام اول را کسب کرده. در نتیجه کارکردهای علمیش چندین تن به دین اسلام مشرف شدند. بیشتر در مورد زندگی و دستاوردهایش قصه میکنیم. خوشبختانه که حالا هم از کشور ترکیه به گونه زنده با سیدی گپ جمع گپ وصل است. به افتخار رئیس مرکز ریاضی فلسفی جهان آقای صدیق افغان حرف بزنید.
بله افغان صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه گپ جمع گپ. خوشحال هستیم که شما را در این برنامه داریم و همه بیننده ها منتظر شما بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش باشین. تشکر محمدی صاحب که از من دعوت کردین. عرض ادب خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام بیننده ها. دستاوردهای دارم. اگر یه حرفا را که بر مردم بدون اسناد بگویی باز میگن که با صدیق افغان نگام تا نشته میکنه با صدیق افغان لاف زده. اگرچه لاف بهترین چیز است، لاف میاره سنجش شخصیت هاست. هر شخصیت نظر به لافش میشناسی. یک آدم مثلا میگه چندم شده، میگه 15 شدم. بله 15 شدم. شما اصلا ببینین پارچه‌ش که 20 شده. 5 لاف میزد. هیچ وقت نمیگه من 5 شدم. تلویزیون سیاه و سفید نداشت، رنگش لاف میزد. لاف کس میاره سنجش شخصیت هاست. اگه آدم 2 دفعهش میره میگه 3 دفعهش رفتیم. یک آدم یک موتور $10,000 میخره میگه $15,000 خریدیم. فطرتا انسان ها یک چیز را گزافگویی میکنن. فضل خدا از من تمامش در نوارات ثبت شده. ولی من نمیخوایم سر خود گپ دیم. میخوایی که بعد مردم افتخارات در این مردم بکش. پارچه را که اول بتی بعد هم سینفیاید می خانه 2 منزله شو بعد کوچگیاید می خانه مادر مقبول شوی بعد از در کاکاید می از که بچهش مقبول است. یعنی پیشی گرفتن در جامعه ما گناست. در جامعه افغانستان، در جامعه جهانی و مردم افغانستان را هیچ وقت متهم نمیکنم. مردم افغانستان قلب است. من مگسای شوربازا با قاب شرق غرب تبدیل نمیکنم. همیشه انتقاد کردم دولت‌ها. نهایتا مرا بندی کردن، نهایتا یک چند تا کیبل زدن. من سنگ هموطنم برای من محترم است نظر به گل بیگانه ها. افغان صاحب، هموطنان و عزیزان در آغاز میخواین که از شما بشنون درباره دوره شیرین مکتب. شما دیگه نام خدا یک شاگرد لایق هم بودین و شوق علاقه شما بر ریاضیات که بسیار بخش مهم از زندگیتون هم هست. فعلا شاگرد آرام بودین، شوخ بودین، چگونه بود؟ سیمفیای آدم شاهد آدم است. استاد آدم شاهد آدم است. من ریاضی را ارثی از پدرم گرفتیم. بابی من ترانسپورت داشت. نمرات موترایش تالی یادم است. دیگه من اعداد ضرب زبانی را دیدم که چرا 2 + 2 4 است، چرا 2 ضرب 2 4 است. سوالی که میکردم چرا جمعش هم 4 است ضربش هم 4 است. یک قدم پیشتر که رفتم دیدم که 1 + 2 + 3 6 میشه. 1 ضرب 2 ضرب 3 هم 6 است. در مکتب سلطان قاسم مزار شریف ترانسپورت ما بود. اول 2 3 نخوندم، 3 4 شامل شدم. نقطه مهم است که من ضرب زبانی کسری رو وقت کار کرده بودم. مثلا 4.5 ضرب 5.5 چند میشه، 3.5 ضرب 3.5 چند میشه. این کار میکردم. بالاخره دیگه مکتب از مزار شریف ابتدایی را خلاص کردم. پدرم شان آمدن کابل. دیگه باز از دیسه انصاری کابل فارغ شدم. اگرچه ما 4 سال یک صنف 11 خواندیم. میره باید از بگویم چرا 4 سال یک صنف 11 خواندیم. به خاطر که این فرمول جذر مکعب کشف کردم. هر روز میرفتم وزارت معارف مرکز ساینس پیش پانسر کاکر چند تا جایی باشه پیش استادا میرفتم. باز یا ردش میکردن ردش وقتی که سوال حل کردم در 1 ثانیه برای من گفتن تو جادوگر هستی. بالاخره مرا بردن علی آباد بسترم کردن و تاپی دیوانگی را زدن. دیوانه از اون روزنامه نشست که با کمپیوتر مسابقه انجام دادم. اما رو دیوانه گفت به علی آباد روان کردن. بندی خانه به جای بورس تحصیلی. عاشق بودم دیگه. عاشق چی؟ عاشق اعداد بودم که مگس که در سر پنیر بشینه به هر لسان بگی، در هر لسان انگلیسی و روسی فرانسوی بگی که برای اثر مگس در سر پنیر چرشتی. به هر لسان بگی مگس نمیفهم. وقتی که دست را بالا کنین فاصله را فهمیده پریده. پس ریاضی فهمیده. طفل است میفهمه. همه چیز ریاضی میفهمه. پس ریاضی میگن زبان طبیعت است. من میگم نه، خیر روح طبیعت است. خلاصه من بچه لایق نبودم. افغان صاحب، هموطنان ما میخواین که در مورد فامیل بدانن که تعداد فامیل چند نفر هستن و اونا تا کدام درجه تحصیلات دارن. خواهر بزرگوار تشکر، خوب سوال کردین. سلامت باشین. همیشه خواهرها که هستن متوجه فامیل هستن. دین اسلام به خاطر نجات خواهرها به وجود آمد. دین اسلام به خاطر نجات دخترات که دخترها رو زنده به گور میکنن. خواهرها میگه که ناقص عقل است، در حالی که هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله نگفته که نوزن بلا تشبیه مادر ما بیعقل زاده استم. بیو خدای کبرا بیعقل است نگفته. در حالی که زنها را گفته که چوکات انسانیت خارج شده، اولاد خود صحیح تربیت نکرده. او زنها را گفته، کل زنها را گفته. و قرآن کریم مستاق عزیز که دیگه خواهرها یعنی طبقه اوناست هوشیارتر از مرداست. مرد از خاک آفریده شده، زن از خاک آفریده نشده. چون همیشه میگن چون زن از خاک به خاطر آفریده نشده که درخت از خاک آفریده شده، میوهش از درخت. بی بی هوا سلام الله علیها، بی بی هوا
ها میوه با آدم است. میوه چند خصوصیت داره؟ 3 خصوصیت داره. اول خصوصیت شیرین است، و می خاطر مادر شیرین است، دختر شیرین است، خواهر شیرین است، طبقه اونها کل شیرین است. این میوه بی پوست نیست. زن با حجاب تولد شده، محجوبه است، در داخل خود یک غرور داره، طبقه اونها یک نوع غرور داره. و سومش در داخلش تخم است. تخم است، توجه بشه، تخم به ادامه نسلش است. همین پروسه که یک طفل در بطن مادر میباشه حیثیت جنت داره و میخواد در رأس جنت مادرها میباشه، خواهر بزرگوار، و میخواد در رأس جنت شما هستین. لذا من بسیار خوشبخت هستم، یک بچه 2 دختر دارم و از خداوند همین خواسته بودم. یک بچه بده من خداوند 2 دختر. اما تو خداوند داد، چون گفتم اگر 2 تا بچه بدی هر روز من صفحه چام یا جنگ میکردم، ما 4 برادرها بودیم، من رو جنگ میکردیم، با وین در جنگال بود، مادرم در جنگال بود. و اگر کسانی که من میشنوم امروز، کسانی که چند بچه داره همیشه جگرخون هستن، اما که هر قدر دختر داشته باشه این جگرخون هستن. چون در خانه دخترت که میری بسیار با عزت میری، در خانه بچه‌ت که میری یا رقم کی اومد، خسرم اومد، خوشیم اومد. اما در خانه دخترت که میری پدر جانم اومد، مادر جانم اومد. افغان صاحب، شما تحقیقات بسیار عالی داشتین و پیشگویی‌های بسیار عالی داشتین و یکی از سوالاتی که هموطنان ما داره، پسمانی مسلمان‌ها در بعض موارد در چی است؟ علت پسمانی مسلمان‌ها است که اینا قرآن نمیفهمن. خداوند قدر این دنیا رو دوست داره، قدر این دنیا رو دوست داره، قدر این دنیا رو که عاشق دنیاست. تکان میتم تمام جهان اسلام تکان میتم. اینقدر عاشقی دنیاست که آدم برای معشوقه خودم بهترین توفیق خودم میده. بهترین توفیق خداوند قرآن کریم است. قرآن کریم دید شرف نزول میکنه که فی دنیا را حسنة کنین فی الاخرة حسنة. 115 بار کلمه دنیا در قرآن کریم و 115 بار کلمه آخرت. اگر تا که دنیا را حسن جور نکنی آخرت حسن نمیشه، تا که کش نکنی درو نمیشه، تا که وضو نکنی نماز تو مشروع نیست. سعی کنین 5 بنای انسانی رو براتون تشریح میکنم. 2 دقیقه یا 3 دقیقه زیاد در 5 بنای انسانی. اول ما را برای خلافت خلق کرده. تمام علما میگن ما را برای عبادت خلق کرده. نه خیر، برای خلافت خلق کرده. چون اگه عبادت شرط میبود ملائکه گفت من عبادت میکنم، پروردگار گفت چیزی که من میفهم شما نمیفهمین. اول برای خلافت خلق ما کرده، دوم برای معرفت خلق ما کرده. فلسفه وجودی خلقت ما به چیست؟ یعنی خدای خدا بشناسیم. از اون کمره میترسن، دوزی نمیکنن این مغازه، از کمره نباشن دوزی میکنن، از کمره پروردگار نمیترسن. امروز میکروب توسط اینترنت بلوتوثش میکنن، مورد امریکا میکروب دست من میبینه. اینا 14 قرن پیش گفتن. من سر قرآن مردم صحبت میکنن. قرآن یک کتاب نه تنها کتاب دینی است، 8% از تنها کتاب دینی است که 500 آیت میشه. 92% قرآن کریم کتاب علم است. کسی که خدا داره تشویش نداره، کسی که تشویش داره بادیگارد، کسی که تشویش داره خدا نداره. کسی خدا داره چون تشویش داشته باشی. کی رو میشناسی؟ من جو بایدن نمیشناسم. تشویش نداری دیگه. وقتی جو بایدن وقتی خدا رو میشناسی چطور؟ پس اینا نمیشناسن، به غیر الله تکیه کردن، به غیر الله تکیه کردن. یک وقت در خیمه رو جرگه گفتم کسی خدا داره بادیگارد نداره، کسی که بادیگارد داره خدا نداره. سرمایه احساساتی شد که میکروفون رو درشون زدم. بسیار مشهور گپ من. سومش برای آبادی زمین خلق ما کرده. سوره 11:61 برای ساله پیغمبر میگه تو را از زمین آفریدم برای آبادی زمین. چهارمش برای بندگی خلق ما کرده. ما برای که بنده خدا هستیم، بند به تمام مخلوقاتش هستیم. با اکسیژنش بند هستیم، کرونا ویروس رو فهمیدیم. با آبش بند هستیم، با آسمانش بند هستیم، با زمینش بند هستیم، با محیطش بند هستیم، با یکی دیگر بند هستیم، با لباس بند هستیم. اگر کد خودش کار کنیم کار نمیکنه. فرعونا را کار کرده، گفتم فرعونا خدا دعای خودی کرده، خداوند جزا ندادش، برش وقت داده. اما مرد هستی، کاکا هستی، برادر عزیز، تو که سر اسلام انتقاد میکنی، یک 5 دقیقه کد اکسیژنش کار کو، یک 2 روز کد آبش کار کو، یک ماه کمرای آفتابش کار کو. پنجمش بر عبادت. چرا عبادت؟ پروردگارا چرا عبادت؟ خودت خود بی نیاز هستی، خودت نیاز نداری. من نمازش خواندم به خاطر که موتر از 0 کیلومتر میکنی سرویس میکنی که در سالنگ نمانه. تو دندانای تو که بی دندان هستی، تو خود نمیفهمی. هر کی دقیق دندان خود میشه از برکت پیغمبر صلی الله علیه و میشه. بنیانگذار دندان شستگی خود پیغمبر صلی الله علیه و مسواک دندان خود میشتن. بله فلواز 5 اول برای خلافت، دوم برای معرفت، سوم برای آبادی زمین، چهارم برای بندگی، پنجم برادر. 3 نکته دیگه علت پسمانی مسلمان 1.5 دقیقه دیگه در بر میگیرم. یک، مسلمانان میگن که روزی رسان ما پروردگار است. بله پروردگار رو میگه بله، مگم به شرط روزیت میدم. نگم من بابایت در جنت روزی نهادم، بابایت که سرش کار شدم حتی لباسایش گرفتم روی جزا.
و از جنت هم کشیده میشه، چون ما را برای جنت جور نکرده، ما را فی الارض خلیفه جور کرده. ما خلیفه هستیم در کره زمین، ما خلیفه خداوند در کره زمین هستیم. مسلمان ها مریض است، مواد خامش غرب میگیره، یورانیمش غرب میگیره، طلایش غرب میگیره، پختش غرب میگیره، تمام مواد خامش غرب میگیره، با 10 چند سرش سودا میکنه. این مسلمان ها میگه سعی کنید، میگه خداوند از آسمان به عقل داده تا، از عقل کار نگرفتی. یک دو میگه خداوند نگهبان ما خداوند است. خداوند میگه به شرط نگاهت میکنم، یعنی به شرط روزیت میتم، نه شرط کار کنی و همچنین نگاهتون به شرط میکنه. میگه ما پیغمبر را کردیم تو کیستی که صدیق افغان من تو رو نگاه کنم، ما پیغمبر را کردیم تو کیستی که مردم افغانستان تو رو نگاه کنم. شما خب به غیر الله تکیه کردید، شما خب به امریکا تکیه کردید. شما که امریکا نبره، امریکا هر روز گیرون، امریکا نبره، هر روز مردم افغانستان ما خیمه میزدم میگفتن امریکا نبره. دیدن و یک تعداد وقت به روسا تکیه کردن، یک تعداد به اجانب تکیه کردن، برای دولت به انگلیسا تکیه کردن. دو آیات سعی کنید، دو پیغمبر دو نوع برخورد پروردگار نکنه، بلکه دو پیغمبر با خدا دو نوع برخورد کرده. او که به درخت سپرد عرا شد، او که به خودش سپرد آتش نگاه کرد. تا که با اسکل آدم به دکاندار تسلیم نکنه، دکاندار نگاهش نمیکنه. میگه میگه با اسکل بود، ما مسجد رفتم با چی این با اسکل که من میرم مسجد نگاهش نکنه، تا که تو تسلیم نکنی نگاهت نمیکنه. سیامش مسلمانان میگن که مسلمان ها اسلام نه، اسلام و مسلمان ها دو پدیده متضاد است. اسلام سفید، مسلمان ها سیاه. بعد از حادثه کربلا بیخی مسلمان با اسلام تفاوت است. بیخی قرآن دیگه چیز میگه، مسلمان ها دیگه با تمام مسلمان ها چلنج میتون، با تمام مسلمان ها چلنج میتون. دیگهش میگه در کار خداوند غرض نگی. اما تو میگه در منبر خداوند برعکس میگه در کارم غرض بگی، در خلقتم چرا نگو. نگو فلانه جا چرا سیل برد، نگو فلانی وقت مردنش نبود، یعنی خدا نمیفهم، تو میفهمی. اما تو در کارم غرض بگی، مادرت مریض میسازم دوا بده جور شوه، در خانه مادرت به لباس تولد کردم لباس جور کو برات، زمستان یخ برات بخاری بشون، کو داده بشکاف، دریا رو پخش انداخته بند پرتو. اما من در کار تو غرض ندارم. سعی کنی پروردگار میگه من در کار غرض، وقتی دوزی میکنی پروردگار میگه من غرض ندارم. مگه قرآن وقایه کرده کش کنی باز پلیس گیرت نکنه که باز چک میپرتید، وقایه کرده. نال صاحب کائنات پروردگار دریور کائنات ماستیم، ما فی الارض خلیفه هستیم، ما بعد از خدا جل الله شان هستیم. ملائکه جبرئیل تمام ملائکه در خدمت ماست. ما از اسرائیل هیچ نمیترسم، از اسرائیل هیچ من نمیترسم، چون شاروالی است. شاروالی چه کثافت ها را سو میپرتد تا که یا وظیفه خود انجام بده. پیغمبر وظیفه خود انجام داده تا که ما خراب نشم، خدا من خراب نمیکنه، تا که تای پنچر نشه تبدیلش نمیکنه. استاد قبل از اینکه برنامه شروع شه ما امرای فواد جان کمک بحث کرده بودیم در مورد ریاضی و اینا. دیگه شما زیاد تدریس کردین. استاد اگر بگوین که شاگردای لایق شما دخترها بودن یا بچه‌ها از نگاه علم ریاضی؟ دخترها خب بسیار دقیق مردم هستن، مردا قدر دقیق نیست. دخترها رنگا رو تشخیص میکنن، مردا کی رنگا رو تو وقتی رنگا رو نفهمن که آیکه باعث کجا. دخترها در همه چیز لایق هستن. بدبختانه ما چیزایی که در عنعنات ما رو در دین داخل کردیم. دین ما همیشه زنها را هوشیارتر معرفی کرده. من پیشتر گفتم که ملکه سبا بلقیس اگه هوشیار نمیبود، آیکه مغز بلند نمیبود، با سلیمان پیغمبر جنگ میکرد. در افغانستان در رأس افغانستان زن میبود، جنگ ها ختم میشد. مثلا یک مرداست که جنگ میکنه، زنای جنگ نداره. به خاطر زنها بسیار منظم مردم است. مرد کسی است که حرفای زن خود باید بشنود در امورات خانه. البته در خانه باید از زن سطر زن باشه، در بیرون مرد. و میخواد اگه یکی در امورات دیگه داخل نکنن بسیار خوب است. واقعا زنها و شاگردانشون بالاتر هستند. افغان صاحب شما همیشه جدی هستین یا شوخ هستین مثلا در بین فامیل و دوستان؟ ما اعتراض که ما سه چهره دارم. کل انسان ها یک رنگ هسته. ما سه رنگ هستم. ما سه رنگ هستم. بیرق دواره سه رنگ هستم. بیرق یک طرف سیاست، یک طرف سفید. ما سه رنگ هستم. یک رنگ سیاست. اما تو خطرناک سیاست که تو خطرناک. یک دفعه دیدن قارم. یک قدر سفید هستم که از من که سفید است. یک کسی بزرگوار گفت شما چه رنگ؟ گفت یک رنگ هستید. شما که بی وجدان و با وجدان یک رنگ هستید. شما که دوز و آدم بیفار یک رنگ هستید. مگه من سه رنگ؟ من معلم هستم. که بچه لایق یک رنگ هستم، که بچه نالایق دیگر رنگ هستم، که بچه مشهور دیگر رنگ. به این خاطر که آدمای شریف البته آدم شریف که دست شما میگم همیشه دیگه باشه دست مردم ماچ میکنم، دست شما رو میبوسم، دست مردم ماچ میکنم. یکم طرف میذارم دانش کی دادن خود میذارم از خود که بالا باشه.
او وارد است مقامات است، مقامات دولتی است، یعنی از خود که پایانت شدنی باشد. استاد اگر در طبقه بندی IQ مغز انسان ها صحبت کنین و انسان های غیر نرمال. بله. سعی کنین انسان ها را ما از نگاه یک تخم فکر میکنیم. اکثرت انسان ها IQ مغزش 100 است. 100 است. نرمال است. 100 نرمال است. 100 هوشیار است، 90 ساده است. 90 ساده. اینقدر ساده است. بله. 120 باشه. ممتاز است. 80 یعنی ناکام است. که کلمه خراب داده شو نگویید نگی خود یا ناکام است. 70 لوداس. لوداس 70. من باز لودار بسیار دوستم دارم. لودار کس چه قسم مردم است؟ یعنی یک مردم است که تام راست میگی است. نظر نداره. 130 کس تیزهوشاست. ممتازها تیزهوشا 130 است. از 140 الی 170 نابغه است. از 60 به طرف مینیمم میره تا 30 کودن است. یه 30 پایین شده نمیتونه. این اگه پایین شد مغز خشک میشه. از 170 بالا شده میتونه انفجار میکنه. این حال کودن ها و نابغه هر دوش یک وجود داره. یوم در اقلت قرار میگیره یوم در اقلت قرار میگیره. این ابتکاری است، این منگ است. این نمیفهمه که من دیوانه هستم، اما این میفهمه که من دیوانه هستم. وقتی که فهمید که من دیوانه هستم کارهای من دیوانگی است او علامه اینو بگوشتن، چون از سطح دانش مردم بالا حرف میزنه. جوانان خوش دارین که سیدی قوان وری باشین، نه شهرت نگردیم باشه ما رو دیوانه میگن. ما یک جمله میخوایم برای تمام جوان افغانستان و جهان بگوییم. وقتی شب در جای خلق کمی افتیدین یک کار کنیم. بله. امروز ما چی کار منفی کردیم که تکرارش نکنیم. بله. چی کار مثبت کردیم که رو تکرار کنیم. یکی معروف است، یکی مشهور. سه جمله است که یکی مشهور است. نمیدونید دوزام مشهور است نه؟ بله. وطن فروشا مشهور است نه؟ قاتل جبار قاتل مشهور است نه؟ اطلاع مشهور است نه؟ یکی محبوب است، یکی معروف. محبوب انبیاست، اولیاست، شخصیتایی که بر جامعه خود مؤثر واقع میشن. و معروف که است کسی که از نزدیک معرفت داره. این حال من از 10 نفر یک نفر امروز معرفت دارم. من نمیگم من محبوب هستم و نمیگم مشهور هستم. اما من معروف هستم. معرفت من است که یعنی هر انسان نظر به انسانیت احترام میکنه، نه به نظر به چوکیش. یعنی اگر در افغانستان که در سر خر میری خرکار میکنه، در سر اسب میری خانسه. اگر یعنی قیمت انسان خراست این میکنه. گپ آخری اینه که اگر در بنز بری در یک عروسی خوش آمدی میگه، اگر در بایسکل بری تام اومدی و میگه جامعه رو توسط شخص انسان سعی کنید خود انسان توسط انسانیتش احترام کن، نه توسط مقامش. اینا میگه معرفت پیدا میکنی به من. افغان صاحب شما بدل خود ازدواج کردین یا بدل فامیل؟ من نمیخواستم ازدواج کنم به خاطر که من خودم میفهمم که غرق هستم. اگر من درک نکنم نواقص خودم، من واقعا کسی که دیوانه میگه واقعا دیوانه هستم. من غرق کارم هستم، غرق ادب هستم. مادرم گفت تحصیل خلاص کردی بیا بچه بگی. من گفتم که خیلی من چند شرط دارم نبینم میشن. گفت چی؟ گفتم بیا اعداد شو در فرمول اعداد میبینم میشن. وقتی اعداد گفتم این فامیل سر میخوره. بالاخره مادرم رفت 6 ماه 5 ماه رفت که مردم قصقی مردم بودن. رفتن بالاخره تحقیق یکی گفت که دیوانه است، یکی گفت پیر است، یکی گفت که یکی شو عناوین مختلف. بالاخره مردم تحصیل کرده بودن، مردم دانشمندا بودن، دکترا بودن، مردم بسیار بزرگ. واقعا همو روزی که ما چلا بدل کردم در روز چلا بدل کردم یکی دیگه دیدم. تقدیر سپردم، تقدیر خوشبختانه انسان دیدم. استاد چرا دانشمندان در افغانستان بیشتر از جایگاه خوب برخوردار نبودن؟ حتی شما هم تجربات خیلی تلخی در افغانستان سپری کردین که بعضی از تحقیقاتی را که انجام دادین متاسفانه شما را دیوانه هم خطاب کردن. اگر دیوانه هم گفتن راست هم گفتن دیوانه را راست گفتن. بله. به خاطر راست گفتن کدام تا هوشیار تانگ امریکایی را میگیره، کدام تا هوشیار در مقابل نظاما میخیزه، کدام تا هوشیار صبحی وقت میخیزه مکتب میایه شیشای صنف خود پاک میکنه. صبح صنف خود پاک میکردم. وقتی میدی از کلی که وقت آمدیم ساعت گرفتیم هوای درختای مکتب خود او میدادم. وقتی شاگردا می اومدن میگفتن این دیوانه را سایکو، کاغذای مکتب جمع میکردم میگفتن این دیوانه را سایکو. این حال پیشی گرفتن در جامعه او را دیوانه میگه. در مابین امان با لباس داخل شدن گناه است.
یعنی در مابین امان با لباس داغچه دیوانه میگن تا بله در جامعه کلگی برعکس حرکت کنه تو خلاف جامعه حرکت کنی تو رو دیوانه میگن این حق شده. بله اگم سنگباران هم نکردن سنگباران هم نکردن دیوانه گفتن من حالا با دیوانگی خود افتخار میکنم به خاطری که کدام تو اوشارا همیشه برای غرب شرق سر خود خم کردن دست خارجی ها را ماچ کردن. من میخواد در تابوت کمونیسم در زبانش کوبیدم در مقابل همه بر قدرت ها شدم. مردم افغانستان عقب نگاه داشتن. در یک ولایت یک لیسه داشته، مثلا در یک ولایت ما یک لیسه، در ایرات یک لیسه، در قندار یک لیسه، در مزار یک لیسه. باسوادای ما خوب مردم هستن. یک اسکر بیسواد وقتی ما در کار میکردیم مرد هیچ وقت تامین نکرد، اما دانشمندی که او دانشمند بوده مرد نشته کرده. همیشه انجینرهای ما، دانشمندای ما، پروفسورای ما همیشه خیانت کردن، نه آدم بیسواد. ما انجینر ما فهمیده که چه قسم سیخ گل دوزی کنم، چه قسم عقیده بزنم، اما او بیچاره کارگر ما چی کرده؟ کارگر ما در کجا دوزی کرده؟ کارگر ما نیاتن یک 5 دقیقه در وضوی خود تال داده. اما همیشه وطن روشن فکرایش فروخته، وطن همیشه دانشمندایش فروخته، همیشه دانشمندایش همیشه اکادمیونو به افغانستان مرا رتبه نهاده، همیشه مرا فرانسه کوکن برای دلی آباد بسر کرده، همیشه برای دانشمندا تغییر تامین کرده، نه برای مسلکای. چون خود ژورنالیست هستی، ژورنالیست‌ها تو را بد میگه چرا زیادتر از 1 لک نفر تو چی داری رفیق داری تو را میشناسن در بسیار کوتاه. چرا آقای محمدی یک آدم مشهور شده تو را مردم تخریب میکنه؟ دانشمند بعد میبینه، دکاندار بعد میبینه، ما بعد میبینیم. مثلا یک دختر بسیار با شخصیت در یک گروسی بوده، بسیار مقبول اطلاع داره، باز گوشه‌کنی شروع میشه. یک بچه مقبول طور شخصیت میکنه. در جامعه ما غیر ما شما بدون یک فکایی ختم میکنم، یک فکایی گپ سوال میکنم چی حلوایی بود این قصه نصد خودی نه قصه کردن، ما قصه کردگی قصه نکنیم. ما همیشه قصه کردگی قصه میکنیم. مثل چیزی قوانین نه 106 نه و آدم یک دونه موتر جور کرد از هیچ، یکی سر عقبش تفسیر کرد، یکی دایش تفسیر کرد، از هیچ یکی جور کرد. خانش آورد. ولو هیچ در افغانستان فکر ارزش نمیده، چون در افغانستان کلگی نابغه است. در افغانستان کلگی نابغه است. من 100% ثابت می‌کنم افغانستان کلگی نابغه است. این طنز نیست. این قدر مردم افغانستان آیکوی مغزش بلند است، نابغه است. وقت نبوغ خود قسم میگیریم تیل کدا، قسم گرد میکنیم خریدار سرمانه خوبه. نبوغ خود به بربادی که دیگه استفاده میکنیم، با تباهی که دیگه استفاده میکنیم، با تخریب یک آدم در امریکا است، یک آدم در اروپا است، صاحب یک موتر شد باز گوشت کنی میشه قاچاق میکنه. وقت تخریب میشه آدم. وقتی تخریب ما تخریب میشه، ما دور کندما شکرانه میخوریم. من یک بار تخریب میشه، شورگزار که تخریب نمیکنه. من 50 سال تخریب میکنم، من خوش میشم. چون اگه ما مطرح نمیشدم باز در کنفرانس‌های بین‌المللی باز کی تخریب میکرد؟ بله حتما کسی هست در شوربازار که تخریب نمیکنه. همیشه بم در وزیر برخان میمونه. ما کسی هست چرا برادر ما که تخریب نمیکنه؟ غیر اون 4 تا دکاندار تخریبش میکنه، خود 4 تا مسلکاش تخریبش میکنه. معلومه مثلا اون نرمن تخریب. هر روز میبینید در تیک تاک اون نرمن بعد میگه. او بدون نرمن چرا مسلک بعد میگه؟ مسلک عزت کو. ما مسلکای خود توهین میکنیم، تحقیر میکنیم. بدبختانه مردم در مریخ رفته. ما شما در قیش کجا هستید؟ استاد با اطفال خود چگونه برخورد داشته باشیم تا تربیت سالم داشته باشند و نام خدا در هر خانه افغان مسئله مو یک درجن است؟ از خودتم یک دانه است دیگه. خوب سوال است. ما یک گام وقت چالش میتونم. هر نوع طفلی را که شما در جان چالش میتونم گریان کنه، مادرش آرام ساختار ده، ما او را آرام میسازم. ما در ریلا و در هر جای که رفتیم کلی گیران میمونه. چرا خود انسان پیش از تولد در قال و بلا انسان بزرگ بوده. انسان ها در داخل یک چوکات فیزیکی خرد می باشند. برای او شخصیت قائل شد. بر طفل شخصیت قائل شد. طفل داره بگو زیاد گپ ده. همیشه میگم طفل چوپ باش. چرا گپ حرف زیاد ده؟ وقتی که حرف زیاد میزنه حرفای خرابش چی میشه؟ چغل شده میره، گفته الک میشه، گفته وقتی که بگو الک میشه. اگه این حرف نزنه همیشه اشتباهاتش کتبی باشه. یک بالین که شوق باشه، نگویی که بسیار شوق باشه. او خودی که جنس برخورد است روان بزرگ. چیزایی که طفل میگه پدر مادر رو جواب داده نمیتونه. و همین خاطر همین ما شاگرد نواسیم است. من به ادوات کامپیوتر از یاد گرفتم. شخصیت بتش، اما در یک چوکات، در یک نترسانشه. ما شما دروغ بر اولاد خود اولین بار دروغ بر اولاد خود ما یاد میدیم. اولین بار. گپ دیگه هیچ وقت طفل نگو بچه طب بخوان. هیچ وقت طفل نگو حقوق بخوان. انتخاب طفلتانه
بچه‌تان شاگردتان از تعلیم تربیت پداگوژی نتین بخاطر که شما در مابین یک سطل شما یک بیلر پرتید او ظرفیت نداره که مغز بلند او علاقه داره به این نشته اما بانین که اولادتان خودش انتخاب کنه رشته کنه. استاد اگر کوتاه در مورد والدین بگوین که دید شما در مورد پدر و مادر چه هست؟ قربان اسلام شام، قربان دین اسلام شام. بله. امروز دین اسلام ما را مکلف ساخته که پدر و مادرت بسیار عزت بده. بدبختانه در غرب امروز پدر و مادر خود عزت نمیدن. نه تو یک روز پدر و مادر میشی. بله. شما کشت میکنین، درو میکنین. هر کاری که شما که پدر و مادرتون کنین این گپ شما میبینید. باید پدر و مادرتون عزت کنین که هم خدا عزتتون کنه، هم وجدانتون آرام باشه، هم وظیفه‌تون است که وقتی که بزرگ ساخته تو خو نکرد و چقدر مشکل تو تربیت کرده پدر و مادر تا دوست داشت تو انسان نیستی خلاص از چوکات فرات خارج میشم تو سر بگم. حیوانات که است که پدر و مادر خود بی‌عزت نمیکنه، انسان ها پدر و مادر خود بی‌عزت میکنه، از حیوان بدتر است. استاد کدام دانشمند دوست دارین؟ یک آدم سعی کنین یک قلم کنه کرده باشه پیش ما محترم است. اوها که یک دو تا تفنگ کنه میکردن باز کلش رفیق میشدن. ما تفنگ و دست ها من قلم یک نفر یک دونه قلم کنه که داشتم نوکرش هستم دانشمند خوانده. بله. چون قلم تفنگ کنه کردگی ها رفیقا شدن نه افغانستان چور کردن نه تو دنیا را تکه تکه کردن نه دنیا را تکه تفنگ بعد دستا رفیق شدن. با چرا زدی یکی باشه کسی یک قلم کنه که چون نور قلم گفته یک قلم کنه که داشتم نوکرش هستم دانشمند خوبان. افغان صاحب از اثر تحقیقات علمی و کارکردهای عملی شما بعضی ویدیوها رو ما دیدیم که چندین تن مسلمان شدن. اگر کوتاه بگین که چطور چی گفتین برایشان و کدام سوالا را مشخصا داشتن که بالاخره به دین اسلام مشرف شدن؟ قرآن کریم در 3 لسان آمده. بله. در 3 لسان. اینا تنها در لسان عربی تحقیقات انجام دادن. بله. کائنات نبود، قرآن کریم بود، خداوند بود. هیچ عربی هم نبود. قرآن کریم خود در لوح محفوظ خود در زبان عربی خود نبوده. بله. قرآن کریم در زبان حکمت، اعجاز و اعداد بوده. بله. توسط ریاضی ثابت ساخته و میخواد ما در زبان اعداد برای جهان تشریح کرده. مثلا قرآن کریم ما منزل داره چیک مداره در 14 سوره سجده تلاوت است، در سوره 1 2 سجده است، 30 جز داره قرآن کریم چیک مداره که وقتی سی را ببینیم زمین ما در پیشون 30 کیلومتر در گرد آفتاب حرکت میکنه از 1 تا 30 در 465 میشه و چیک مداره قرآن کریم 114 سوره داره قوس مقابل 1 درجه 114 کیلومتر است. اداره مردم بگید چرا به این توجه بکنید 1 2 3 کلش یک در یک تصور تشریح نمیشه. مثلا 558 رکوع داره وقتی 360 درجه 72 عدد اولی است وقتی 72 را ضرب 558 میکنه میشه نصف نهار زمین میشه. 6236 آیه داره قرآن کریم 430 آیه در مقطعات است که 6666 ساعت یک در بطن مادر میشه 12214 الفاظ داره قرآن کریم چیک داره 77976 کلمه داره قرآن کریم چیک داره مثلا 114 سوره رو ضرب مربع میشه ضرب 6 ببین تعداد کلمات قرآن کریم میشه 15684 نقطه داره قرآن کریم نفس انسان در 24 تا 15684 بار میبره میپره مثلا 3708 در قرآن کریم داره آفتاب ما 3708 تن زمین هست. همین قسم زیر زبر وقتی تشریح میکنم بر دانشمندای ریاضی وقتی تشریح میکنم دانشمندا مطمئن میشن که کتاب زمینی نیست، کتاب است که از آسمان آمده. پس یا عاجل مسلمان میشن. وقتی که مسلمان میشن نقطه بسیار مهم انتقاد مردم ها میخوایم انتقادم بجاست خیر ببینه. من از دوستان که دشمنان راضی هستم. دشمنان همیشه سر من انتقاد میکنن همیشه دیکتاتوری کج راست میکنم. من از ملائکه که از شیطان راضی هستم چون ملائکه نمیخوان بخیسو وقت نماز است شیطان میگه خوکو وقتی میخیزی دو لغت از شکم شیطان میدونی باز تا چند بشه آدم ادب از بیادبیات میگیره ایمان از شیطان خلاف بیادب حرکت میکنه با ادب میشه خلاف شیطان حرکت میکنه آدم با ایمان میشه. بله. انتقاد کردن سر من که صدیق افغانی آدم چادر نپوشید تو آجل کلمه خون او آدم اول بیاد چادر بیاد بعد کلمه بخون او آجل کلمه خون چون اول چادر حکم چادر نامده بود. این قسم زیاد مسلمان ساختیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. Спасибо, это не случайно. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. حتی من مسجد
در شوروی جور کردم یقام تو میگه دروغ میگه حتما روان کردم در زمان شوروی مجید جور کردم در اونجا خطابه میدادم که من گفتم تا که من مارکسیسم نابود نسازم مبارزه دست نمیکشم همش مستند دارم وقتی من گفتم میخواد در تابوت کمونیسم میکنم یک تعداد کی جی بی است اون که پاس زیاد است مقصد مسلمان وقتی زیاد مردم یک 5 6 برتون روان کردم علمای خود دوست دارم تمام علمای خود دوست دارم وقتی پیغمبر خدا آدم دوست می‌داشته باشه میراث‌خورایش دوست می‌داشته باشه و می خاطر پیغمبر معظم ما میراث‌خورش اولادش نیست چون اولادای پیغمبر لغزیده اولادای پیغمبر محمدی صاحب لغزیده بله یکیش بنیانگذار قاتلا بوده او بچه آدم علیه السلام میگن بله دومش بنیانگذار مشرکین بوده بله بچه نوح علیه السلام بله سوم بنیانگذار بیادب در چامی انداختگی ها بوده و تلکی میگن در چامی انداخت بچه یعقوب علیه السلام و میخواد بر پیغمبر ما بچهش گرفته که کسی که میرا و نگاه میکنه کسی که واقعا در دین اسلام صادق هست نه که از دین اسلام استفاده میکنه شکر میخواد اگر سیر میکنه او بحث در تاریخ میبونه. افغان صاحب در مورد واژه انسانیت و ای که چرا انسان از خاک آفریده شده بله بحث بسیار جالب است. آقا جان عزیز ما 4 عنصر میشناسیم در ابتدا آب خاک آتش و هوا وقتی که انسان میمره اول رفیق آدم ایلا میته اول اکسیژن آدم ایلا میته آدم دوم بازم درجه حرارتی که آتش آدم ایلا میته 37 درجه صفر میشه یخ میشه سومش باز دو ماه با سوم در قبر باز خشک میشی او رفیقت نمیشه لطفا اما خاک رفیقت هستک در کنارت هستک بس خاک رفیقت هستک آب بیشتر تشریح کرد باز آسان باشه همه چیز پاک میکنه آب فروش آب دادن ثواب داره کوتاه اما خاک فروش محکوم هستک خاک فروش محکوم هستک دقیق همین خاطر خداوند خاک اینقدر عزت داده که انبیا از خاک آفریده شده انسان خلیفه خدا از خاک آفریده شده بله سعی کنید در خاک همه چیز خاک کنید سیاست مثلا یک بیرق دارم خبر دارید بیرق یک طرف سیاست یک طرف سفید از من پرسان کن شروع دیده باشید چون آدم از خاک سیاه پیدا میشه سفید می نوشه وقتی میموره در خاک سیاه میره سفید میپوشه در خاک سیاه میره پس خاک قدر است که همه چیز میوه همه چیز ببینید که از خاک میروه از خاک است ببین خاک فضیلت زیاد است که هر چیزی که در خاک پرتی مرده در خاک پرتی زنده میسازه پس خاک همه چیز نمیپذیره آب همه چیز پاک میکنه هر کثافتی که به آب پرتی میشویشه خاک خداوند ذات داره که پاک کننده آب است یک جمله کوتاهش از معلمین افغانستان کوتاه بگین چون شما تجربه تدریس داشتین در پانتون مکتب که اگر مقایسه کنین با دیگه معلمین در دیگه کشورها در کدام حالت هستند و آیا برشان رسیدگی در قدر تاریخ افغانستان شده یا نه؟ افتخار به معلمین استادان افتخار به استادای افغانستان افتخار به تمام معلمین افغانستان با این قدر نان میاد در یک سنف انرژی خود مصرف میکنه مثل شمع وارد میسوزه شاگردان منور میسازه سنق نان میخوره شب نان داره نداره خانه داره نداره ماشش چند هستک 2 میلیون بادیگاردای بیادرش بادیگارد میلیونر از خودش استاد پانتون پیسه نان نداره امروز با هیچ امکانات استادای ما معلمای ما درس میتن میان با تمام معلمای افغانستان با تمام ترام که با تمام هیچ امکانات انرژی نداره چی تغذیه شده امروز میاد در کنار مردم خود در زیر راکت در زیر بم در زیر هر چیز در هر حالت در کنار مردم افغانستان بوده ما فخر میکنیم اگر امکاناتی که بر غرب است امکاناتی که بر مردم دینات اگر بر استادای ما باشه کلش هر سال نابغه تولید میکنن دقیق راست میگی افغان صاحب موضوع قوم تعصب که در افغانستان دامن زده میشه بدبختانه از دید شما چقدر مشکل ایجاد کرده؟ در افغانستان اتفاق میفهمید در کجا وجود داره؟ به اتفاقی در کجا وجود داره؟ بله کجا؟ اتفاق در مستری خانه وجود داره در مندهی وجود داره هیچ وقت ما در مستری خانه در مندهی ندیدیم که دو قوم جنگ کرده باشن همیشه جنگ در پوانتون ها و دیپارتمنت هاست بله میبینید که در مستری خانه میرین یک نفر کپیکش است از یک قوم یک رنگمال از یک قوم است یک مستری از یک قوم است یکیش از یک قوم است در اونجا میبینیم یک روز کلش دم شروع دستشان دم یک شروع میخورن یکی سب در علی جان قربان چاو داری گل زمان جانه زمین جان یکی دیگر در بغل میگیرن بله خانه ما دادان مکتب نادریه بود دفتر ما دادان مکتب امونی است از این صبح که بچه‌ها رخصت میشن تا به خانه جنگ کرده میرن بچه‌ها
بله. اما هیچ وقت بچهای مستری جنگ نمیکنن. وقتی تحقیق کردم چرا اتفاق در مستری خانه است به اتفاقی در پوانتون، من که تحقیق کردم دو چیز یافتم. در اونجا کسی بیکار نیست که غیبت کنه، وقتی که کار باشه کشور مرا کار نجات میده. یعنی در پیش دکاندار سنگ باشه و آدم نه. یعنی در افغانستان از بیکاری ما نخشار میکنیم یکی دیگر. ما اینجا ششتیم یعنی گشتیم. در پولی ما اینجا 2 نفر است. غیبت از زیر کرزی میکنیم، غیبت از زیر کرزی میکنیم، غیبت زیر کرزی. من یک کاراکتر دارم. وقتی من در مجلس غیبت که میکنن، من آدم که داخل میشه میگم برادر من غیبت کردی. میگه چرا؟ میگم اگه گپ از اینا نگید پیش خدای زی بک پیش میشه. خودش نیست، پروردگارش است. ما پیش پروردگار بک پیش هستیم. در اتاق یک گپ میشدیم، در دکان دیگه. وقتی بیس قربان چم یک خروز ذبح کنیم، لالا جان خوب است. بیا تو دان قرآن اگه خروز بیا لالا جان تکر روی مچکونی میکنیم، 5 دلار ماچ میکنیم. بعد از قربان که نمیرم کار دارم میرم با من خدا کی بود خط سلاش کنی کچا بود خط کچا بود چرا خط سلاش کنی. ما پیشروی عزت میکنیم، پسر بی عزت میکنیم. ما بله. ما پیشروی بسیار روی چکانی قماش میکنیم، خصوصا خوارای ما قماش میکنیم یکی دیگر میشورن. اما با چی بگه خراب شود رنگ ریلش با رنگ ناخونش سر نخورد خوش کچرا ماچ کنی. بدل یک چیزی که موقع سیدی قواچ شد تعرض بکنم. من تحقیق کردم سر مردم افغانستان. پس من یارو براحت دادم. چرا؟ زمستان آدم براحت میته دیگه. خزان آدم براحت میته برگزارت میشه. گناهشان نیست. چرا؟ اینا رو بیکار موندن. از بیکاری غیبت شروع شد. غیبت لذت میبرن در غیبت نه. وقتی میگه فلانی خوب آدم است، خوب است دیگه. تعریف کنیم لاغر میشیم. اول نمرهشیم بعد کلگی میاییم. لایق باشیم بعد کلگی میاییم. یک مرض است برای خطرش این کفا برای ملت خود میگم، برای کل ملت خود میگم. دقیق. پیشروی بازوی ماچکانی و قلقشیم رهبرای ما میبینید که کل گرفتکتی باز افریقا شدنه. باز یک شور هماهنگی جور میکنه، یک شور فرهنگی جور میکنه، یک جور میکنه، یکی دکلی دیگه میذاره. بله یعنی ما یک روز گفتم از ما کدا دوزا خوب است، از ما دانشمندا کدا دوزا خوب است. دانشمندا یکی دکلی دیگه دوزا یکی دیگه کلش مافیاست. مافیا دستش یکی نه، کلش رفیق هستن. ولی ببینید کلشون باز جبه جور میکنن، باز جبه جور میکنن، باز از با چوکی داد باز بشه اینا. پس ما گناهکار هستیم که وقتی در مملکت مقرر شدیم میگه مادر اولادای خو دیده بودند که برطرف شده میگه ما باید چندان چیزی. این جامعه ماست که وقتی مقرر شد کلی خود از او آدم چقدر خائن، وقتی مقرر شد کلی به تبریکش میره. بر داوود خان و قلب خود گفتیم وقتی که از بین رفت غدار گفتیم یک فوتوگیری شده کردیم. دکتر نجیب ولی چقدر دوست داریم. وقتی در دازلن کابیدم تو کلگی در زیر پاش خوب شد کامنت شد. بله یک جامعه هستیم ما، آزاد پرست هستیم. مردم افغانستان میگن مثلا ما مرده خراب زنده خوب نداریم. نخیر، ما مرده خوب زنده خراب نداریم. این جمله بسیار تکاندنده است. سر چپا میگم و خاطری که ما میگه آزاد هستی زنده هستی. وقتی رفتی کوچه برآمدی مردی دیگه. یعنی ما آزاد پرست هستیم. آزر پرست. بله. یعنی کسی که آزر است همون احترام میکنه نه؟ بله. وقتی رفت از سند برآمد مرد دیگه. مردن فیزیکی نیست، دفن شد. یعنی ما همیشه این قسم مردم هستیم که مجازی مردم هستیم. اگه ما خوب آدم هستم خب مشغول بود. ما مجازی مردم هستیم. کل ما همونطور هستیم. یک تا ملا صاحبان ما که غریب مردن آتاینا رو میخونه معتبر مو تأکل میخونه. بگی سری میگم ملا صاحبان ما پیش در افغانستان یه من گفتم ما میرم صبح دیگه صبح کابل میرم. وقتی که من گفتم میخواد در تابوت کمونیسم میکنم گفتم یکی جیبیست. وقتی خیمه میزنه میگه شب نان میخوره تو بودی نه قصه کردم. پس یک جامعه ماست پیشی گرفتن در جامعه ما گناست. بله. ما بچه من چت کنم کنیم مشهور اون بیچاره یک کم طرف ببینید که مشهور میشه چه قبر دو میزن. پسش کنیم مشهور نشین. مش کنین. کدام مسلک دوست دارین؟ معلمی ده. معلم است. و استاد خانواده مهم است یا دوستا؟ والا دوست وجود نداره اصلا دوست داشتن وجود نداره دوست داشتن. بخاطر که آدم در زمستان بخاری رو دوست داره و تابستان بندیش میکنه. اما خاندان رو دوست داره بندی نمیکنه. بله. دوست داشتن یک ضرورت است. ما با دوستای خود ضرورت دارم. دوستای خود کلش برش احترام. اما یک ضرورت دارم برشون. تا وقتی که ضرورت از دوستش دارید، وقتی که ضرورت از دوست امروز از کل ملت افغانستان، از کل ملت دنیا سوال میکنیم، از کل بشر 8 میلیارد تلفن در جیبتون از مفت. اما شما چرا زنگ نمیزنید؟ بله. اما سابق 20 سال پیش شما خط روان میکردید. 6 بابا خط میرفت. حالا چرا زنگ نمیزنید؟
خب چرا زنگ نمیزنی؟ مفتاحک با برادر زنگ نمیزنی؟ بر خوار زنگ نمیزنی؟ بر فامیل زنگ نمیزنی؟ چرا نمیزنی؟ اما بر خانم زنگ میزنی دیگه، بر بچه زنگ میزنی، بر خانواده زنگ میزنی دیگه. متوجه هستین؟ حقایق است دیگه. خود با مجبور است برای میخواد میخوای که بعد من راست بگو، میخوای که کل خوش مردم نی مردم ناخ نقطه کن. بفرمایید. استاد کدام دانشمند دوست دارین؟ یک بدم سعی کنین یک قلم کنه کرده باشه پیش ما محترم است. او که یک دو تا تفنگ کنه میکردن باز کلشون رفیق میشدن. ما تفنگ و دست ها من خو قلم یک نفر یک دونه قلم کنه که باشه من نوکرش هستم. دانشمند خوانده. بله. چون قلم تفنگ کنه کردگی ها رفیقا شدن. افغانستان چور کردن، تو دنیا را تکه تکه کردن، دنیا را تکه تفنگ بعد دستا رفیق شدن. با چرا زدی که باشه کسی یک قلم کنه که چون نور قلم گفته یک قلم کنه که شما نوکرش هستم. دانشمند خوبان. بله افغان صاحب، یکی از موارد دیگه که در زندگی و کاراکتر و سفر علمی شما هست موضوع پیشگویی ها هست که بر اساس علم ریاضیات ایر انجام میتین و اگر درباره از این پیشگویی های تازه تان بگین، چون دوستان منتظر هستن. یکی از موضوعات که پیشگویی کرده بودن موضوع ویروس کرونا بود، یکی از موضوعات دیگه جنگ جهانی سوم بود که گفتین نمیشه 2023 و بعضی پیشگویی دیگه که همیال شما میکنین امی لحظه در ذهنتان است بر ما اگه شریک کنین. در 1368 ما گفتم اگر یک فایل شد فایل رو تقدیر آمدین بدون که فایل کنه سر دکتر نجیب الله، دکتر نجیب ارگ اعلام کرد بدون که مجدد کدام فایل کنه ارگ گرفت. فایل کفر اسلام ختم شد، فایل ورزنا شروع شد، فایل منافقین شروع شد. عبدالروز ما اعتصاب کرد که برادرها فایل کفر اسلام ختم شد، فایل منافقین شروع شد. ما برادرای عزیز عکسای خانه‌تان رو بگیرید، مسئولیت بازوی شما نیست. برای کلی عکسای خانه‌تان مردم بیاد داره. عکسای خانه‌تان رو بگیرید، اون عکسای خانه‌شان نیست. این گپ ما صدا بار گفتیم باز مردم یادش میاد. دو موضوع کرونا وقتی اومد گفت خطرناک، من گفتم نه خطر سیف است. گفتم 6666 ساعت بعد بالاخره اولین بار واکسن ازی بعد از 6666 ساعت پیدا شد که پوتین برای خود تطبیق کرد. بالاخره آستا مردم رفت این به طرف صفر تقرب کرد. سومش من در 2009 گفته بودم، در 2006 هم گفته بودم 2055 جنگ سایبری میشه، جنگ کامپیوتری میشه، جنگ اینترنت میشه. جنگ میشه یک دفعه کل اینترنت ها را چی میشن بلاک میکنن، شما چی میگن شوره روی تصاودا تاریخ مطالعه میکنم. فلازم من نکنم فاربین هستم، نکنم غیبگوی هستم. من تا اندازه 99% محاسبه کردیم که یک گپ ما غلط نبرم. حالی فعلا محاسبات است. امریکا اساسا به طرف اقتصادش تباس، اروپا اقتصادش تباس، اروپا از هم پاشیده میشه. یک گدودیای بسیار خطرناک در 2025 است. یعنی افغانستان 50 سال گدود شد، 50 سال دیگه جهان گدود میشه. جهان به طرف گدودی میره. اینا بخیر برای مردم دنیا بگویم. چند کشور آتش‌نشانی شد؟ کانادا شد، ترکیه شد، چین شد، کشورهای مختلف. دو تمام دنیا طوفان شد، دوم عنصر. سوم زلزله شد، چهارمش طوفان بحری چی میگن سونامی شد. هر چهارش در 17 جولای شده. اما اگر جهان ما پیش از پیش امیر باشد نشه کنیم جهان اخطار میتون نظر با محاسبه ریاضی. اگر جهان زبان مشترک با هم پیدا نکنه جهان به طرف نابودی میره. از 0 تا 9 یک مکعب جمع 2 مکعب الی 9 مکعب میشه 2025. یا از 1 تا 9 جمع کنید 45 جمع روابط میشه 2025. 2025 یک تغییرات بسیار فاحش در کل کره زمین است. و استاد شما ورزش میکنین یا ورزش کردین؟ ما یک وقت یک ورزش داشتم، معلم سپورت رو یاد نداشت. ولی الان پیاده روی میکنم. خب تا تنبل هستم دیگه. من تنبل هستم، خودت آدم راست خدا بگه تنبل هستم. ما یک سپورت دماغی دارم دیگه. خلاص جمع زر. بله. گاهی وقت موسیقی هم میشنوین؟ موسیقی رو چطور دوست ندارم. موسیقی رو بسیاری میگن که غذای روح. نه خیر، غذای روح نیست. موسیقی غذای نفس است. از همین تکنولوژی افغان صاحب استفاده میکنین؟ موبایل و همین اپلیکیشن هایی که فعلا هست، فیسبوک و اینستاگرام و مثلا تیک تاک و توییتر و چیزا که هست. والا استفاده میکنیم، بسیاری وقت نمیکنیم. خب مقصد چی میگن در ماشین حساب زیاد مصروف هستم. مثلا ماشین حساب زیاد کار دارم. در اونجا ماشین حساب هست. تقریبا 15000 تلفن از کشورهای مختلف. اما آخرش اگه بخوای پیدا کنی بسیار مشکل است. هر روز 100-200 تلفن برام میاد.
کلیگی را جواب است که کلیگی را جواب میتونم. همین هر کی که برای ما تلفن میکنه برای جواب کلیگی یکم انتقاد میکنه دوستان مردم را عزت میکنه. وقتی یکم وقت من محصل بودم برای ما از پیش ما قرض میگرفت شاگردا باز برای تو قرض میکرد برای تو میگه تو مرا عزت کردم. بله. به خاطر همین شبکه‌های اجتماعی چی میگن؟ مجازی میگن نه؟ مجازی. نه خیر او مجازی نیست. او حقیقی است، ما مجازی هستیم. من میمرم نیستم مگم آوازم از نواز از در تصویر. پس که نه اصل حقیقی اوست مجازی ماستی. بله. استاد از کشورها کدام کشور دوست دارین؟ مرا دیگ خوشم نمیاد چیز دیگ دیگ است. دیگ کی خوشش میاد؟ چیز دیگ دیگ است. مردم فرانسه مهم است نه کشور فرانسه. بله. آدم دیگه تعریف نمیکنه چیز دیگه دیگه است پلاو چه قابلی چه چیز مردم کشور مهم است نه خود کشور نه زیبایی کشور مردم زیبایی کشور تعریف کنه نه فرهنگ کشور تعریف کنه. بله بله. هر کشوری که با فرهنگ است در امورات دیگه کسی مداخله نمیکنه گلیم خود از پای خود از گلیم خود دراز نمیکنه. بله. او کشور محترم است. محترم. کدام غذا را خوش دارین میخورین و میپسندین؟ غذا را چه قسم دوست دارم هر چی که باشه بله میخورم اما یه وقت سر غذا فکر نکنیم. چرا؟ بله. مثلا هفته چند دفعه شما نان میخورین؟ هفته 21 دفعه. بله. 21 روز پیش چی خورده بودین؟ فراموش کردین؟ چیزی که فراموش میشه وقت سر ضایع نکن. اما 21 سال پیش با قدم معرفی شده فراموش نمیشه. بله. یک لذت است یک لذت است از دان تا کام 4 دقیقه و 4 ثانیه در میگه یک لذت است یک لذت. هیچ وقت عزتتون به خاطر لذت نفروشین تا به ذلت مبتلا نشین. بله دقیق است. استاد بحث جالب دیگه که شما داشتین در رابطه با ایجاز علمی قرآن از دیدگاه علم ریاضی فلسفی بله. که خیلی علاقمند داشته ما هم دوست داریم در رابطه با این از شما بشنویم. 114 سوره قرآن کریم داره هموطنان عزیز. ما چند سوره را براتون مثال میتونم تا ببینید که تکان دهنده است. سوره نساء سوره 4 است. 4 زن حق داری که بگیری در صورتی که ضرورت داشته باشید نداشته یکیش بهتر است. بله. میریم در یک کمک پیشتر سوره حضرت یوسف پیغمبر 12 برادر داشت. من میخوام مردم همین فکر کنن 12 برادر داشت. بله فیلماش دیدین نه؟ بله. سوره یوسف سوره 12 است. سعی کنید تصادفی است که سوره یوسف سوره 12 است. سعی کنید جالب است. ما میریم سوره نوح علیه السلام. سوره نوح علیه السلام سوره 71 است. نزولش هم 71 است، ترتیبش هم 71 است. بله. سعی کن جالب است که 71% کره زمین آب است. بله. آل بشر فهمیده. سعی کن نزول سوره هم 71 است. مثلا سوره آفتاب الشمس 91 است. 91 است. بعد از 91 روز که 3 ماه و 1 روز یعنی 491 ما 364 جمع 365 میشه. بعد از 91 روز آفتاب مسیر خود تغییر میده. سعی کنین مثلا سوره قمر سوره 54 است. 54 ما دو بار در آفتاب در یک ماه قمر میبینیم. یک دفعه این قسم رویش میبینیم آغاز تولد میشه وقت رخصت شد این قسم میبینیم. ما میبینیم که 54 سوره قمر از 227 میشه. 227 ما میپرتیم در اینترنت امی محتاب ما در یک ماه 27 بار در گرد زمین میگرده. 27 بار و میخواد 27 بار کلمه محتاب در قرآن کریم آمده. 33 بار کلمه آفتاب. وقتی که ما میبینیم که قرآن کریم ما 114 سوره داره وقتی که از 1 الی 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 الی 114 میشه 6555. این سفر زمین 6555 کیلومتر است. قرآن کریم جوابگوی بیولوژی و جیولوژی است، یعنی جوابگوی تمام نیازمندی‌های بشر است. و یک جمله دیگه که در آخر میخوایم براتون بگویم که کل دینا تکان میخوره. قرآن کریم 52244 زبر داره. زبر خود ببینید زبر. محیط اوزون اینجا خلاق شروع میشه. این مقدار کیلومتر است. قرآن کریم 39584 زیر داره. وقتی ما مترو جور کنیم مترو از این طرف زمین در این طرف زمین بریم این مقدار کیلومتر میشه. وقتی که از نقطه مرکزی زمین تا نقطه که خلاق شروع میشه 8804 کیلومتر است. قرآن کریم 8804 پیش داره. یعنی تمام قرآن کریم مطابقت میکنه با حرفای با تحقیقات بیولوژی و جیولوژی. این 14 قرن 15 قرن پیش بوده. بشر فعلا توسط تلسکوپ‌های خود این ثابت ساخته و شما برید نردوش در اینترنت ببینید. و افغان صاحب درباره دوستایی که مهاجر شدن 100,000 نفر که مهاجر شده به کشورهای مختلف افغانای عزیز ما
کوتاه نظرتان اگه بتین که مهاجرین هم بعضی دلتنگی‌های خود داره، وطن خود پرسش دق میشن و به یاد وطن میباشن و شما مال فکر میکنم در کشور ترکیه هستین، اگه کوتاه بگین درباره از این مهاجرت و دوستای که مهاجر هستن. نه ما آمدیم از وطن، یک مشت از وطن آمدیم. ما رسمی آمدیم بنجای مولا حسن آخوند. ما رسمی آمدیم، ما روان میکنیم حکم با خود. ما هیچ وقت بدون اجازه رئیس جمهور خود من نام ابراهیم روان میکنیم حکم براتون. حکم بام شماره شما 1011 است حکم 1011 است. برای 3 ماه آمدیم برای کنفرانس‌ها، همیشه بدون امضای رئیس جمهور به هیچ وقت نام ابراهیم، چون در مملکت مامور مملکت هستم. مامور مملکت هستم، نه مامور رئیس جمهور. هیچ کس مهاجر نیست، کلی که در وطن خود هیچ کس مهاجر نیست. امریکا، اروپا، ناتو، روسیه، انگلستان، کشورهای دنیا با مردم، مثلا تلویزیون بلغاریا، تلویزیون منگولیا، تلویزیون روسیه گفتم معلوم از طریق شما میخوایم براتون بگویم، مردم دنیا شما با تفنگ آمدین، مردم ما را کشتین. روسیه 10 سال در روز 10 سال مردم ما را تکه تکه کردید، کشتی. ناتو همچنان با تفنگایتان آمدین، اما مردم ما با قلم آمدن، با یک دست خالی آمدن. اما اینا را شما میزنید در لغت، خجالت نمیکشین که پاسپورت مملکت ما را ارزش نمیتین. شما را کی دعوت کرد در وطن ما؟ کسی که شما را دعوت کرد آقای شوروی، آقای امریکا، آقای انگلستان. من یک گپ سریعا میگم، چرا مردم ما در هر جای مهاجر گفته میشه؟ شما چقدر توان ما را میتین، چقدر قصدار ما هستین؟ مردم ما را تکه تکه کردین به نام صلح، به نام سوسیالیسم، به نام امنیت، مادنای ما را دوزی کردین. پس اینا مجرم هستن. مردم امریکا رو ملامت نمیکنیم. من یک جمله بسیار قوی میگم محمدی صاحب، امروز هیچ وقت بچه بوش در افغانستان کشته نشده، بچه برژنف در افغانستان کشته نشده، بچه چرچل در افغانستان کشته نشده، بچه ناتو رهبرایش کشته شده، بچه غریب امریکایی در وطن ما کشته شده، بچه غریب روسی در وطن ما کشته شده، عسکر کشته شده. یک امریکایی یک بچه داشت، یک فرانسوی یک بچه داشت، یک آلمانی یک بچه داشت، یک روسی یک بچه داشت، او در وطن ما کشته شده. اما رهبرایشون پیکار بالا کردن، رهبرایشون امروز بوش محکمه شده، باید است امروز رهبرا باید محکمه شد، امروز برژنف باید از قبر محکمه شود، اینا باید محکمه شدن. امروز مردم آواره شده. امروز تمام دینا وقتی 50 سال پیش میرفتی در مملکت در میدان هوایی پاسپورت تاپا میخورد. ما چی گناه کردیم که امروز در مردم ما بی عزت میشه، مردم ما رو گدایگر میگن؟ هیچ که ما در افغانستان کس نداریم که از افغانستان کسی دفاع کنه. امروز افغانستان سعی کنین، امروز مولا صاحبا شکمش سیر است، مولا صاحبا رو بشنون. مولا صاحب عزیز ما در افغانستان میگه بزنم، هیچ وقت مولا از گشتگی نمیموره، یا در اسقاط شکمش سیر است یا در وظیفه شکمش سیر است. حتما هیچ وقت مولا از گشتگی نمیموره، مقتدیات گشتگی نمیموره، مردم از گشتگی نمیموره. امروز مردم افغانستان امروز سباس چرا میگم ما افغانستان پر رسمیت نمیشناسیم، بانک پر است. امروز مردم هیچ وقت زبانی ما از گشتگی نمیموره، هیچ وقت مولا حسن آخوند از گشتگی نمیموره، هیچ وقت هر دسترخوانش خالی نبوده. مردم ما دسترخوانش خالی است. من یک حرف خودم میگم، و مردم که از تریبونای غرب از تریبونای شرق صحبت میکنه سر افغانستان، مرد هستن بیان در افغانستان که بخواد. من پارسال 3 ماه خیمه زدم، حرفای خودم گفتم. فلهذا مردم افغانستان مظلوم واقع شده. مردم افغانستان در هر جای دیگه وطنتان است، تشویش نکنین، یه جای مهاجر نیستین. بله. کل دنیا قصدار شماست. تشکر است. سوال دیگه ای است که گاه با دزد روبرو شدین؟ زیاد. من دوزار باز تو پیدا کردم، در شوری پیدا کردم، در جای دوزار پیدا میکنم توسط فرمول. زیاد دارم، دوزار زیاد پیدا کردیم. و اصلا وقتی که زیاد ناامید میشین کدام جمله کلیدی هست که قلب شما را قوت میبخشن؟ هر چه کس آغاز یک پیروزی است. ما هیچ وقت ما تشویش نمیکنیم. میگن تشویش ما امکان داره که باز پروردگار سر ما قار میشه، چون پروردگار میفهمه که ما چندان چیزی نیستم، چون 100 سال پیش نبودم، 100 سال بعد نیستم. ما چه کاره؟ ما صفر هستم، ما یک صفر هستم. اگر یک از بزرگوارا گفتم ما صفر، شما چند گفت؟ یک از گفت ما 7، گفتم رفیق شیم 70 میشه. کلمه بزنید تو هم صفر میشه، 0 ضرب 7 تو هم صفر میشه. یک از کشورها گفتم. پس هیچ وقت ما ناامید نشدیم، به خاطر که به فرمایش خود تولد نشدیم. از ما کسی اجازه نگرفت در این دنیا میگه، از ما کسی اجازه نگرفت در این دنیا نیستی. کار کرده رسم به خاطر که برای ما خود پیغمبر الگوست.
حضرت یوسف پیغمبر امروز ما میبینیم که حضرت یوسف پیغمبر قدر میبینیم بسیار وقتی که میبینیم که امروز خدا سرش گپ میزنه و در مقابل نفس خود مبارزه کرد، در مقابل نفس خود اون نفس خود غلام خود ساخت. ما وقتی کامیاب هستیم که نفس ما غلام باشه، ما برعکس ما غلام نفس خود هستیم. چون یک غلام بچه چا برآمد پادشاه شد. چرا داستان حضرت یوسف یک سطر است، نه 48 سیگار. یک غلام بچه چا برآمد پادشاه شد. چرا؟ به خاطر که نفس خود غلام خود پادشاه شد. بله. بعد وقتا ما بیزت میشیم، ما غلام نفس خود میشیم. افغان صاحب، خودت همیشه تحقیقات نظر به علم ریاضی داشتی در دین و اسلام و قرآن و در مورد نماز هم خودت زیاد تحقیق کردی. اگه کوتاه بگویی در مورد نماز و بعضی کسایی که میگن دل من پاک است و نماز اگه نخوانم مشکل نداره. بله، دید خودت چی است؟ دلت پاک است. بله، وقتی دلت پاک است من نمیگم دلت پاک است، اما نماز خدا خواهند خود ضرورت نداره. خود دلت پاک و دندانایت هم پاک و رویت هم پاک و خود کثافت چه پاک و رویت پایات هم پاک و بوی میتابه در پاک و خدا. دیگه خودم وقتی که نماز میخونی ستون وقتی ببینی نماز خوان هیچ وقت پای درد نمیشه، هیچ وقت کمر درد نمیشه. خود تو حرکات تجربه میکنیم. فکر کن نماز پیشین در رکعت، چرا نماز رکعتش کم است؟ بخاطر وقتی که تو از چاو میکشی میکنی ستون فقرات کجوال میشه. وقتی در رکعت میخونیم ستون فقرات در جای خود میگیره. میگم خود نماز این نیست که ما نماز تا خواندیم خدا سے خود نماز. نه برادر، بله. تو بنایس یک پرزه سالم باش که تو بتونی خلافت کنی. خدا ضرورت نداره. بله. امروز ساینس ثابت شده وقتی سجده میکنی که سجده که میکنی آیکوی مغزت بلند میره، چارچای مثبت منفی آبیاری میشه دماغت، چارچای مثبت منفی دفع میشه. این قدر گپ داره. من 40 سال تا نماز تحقیق کردم، بالاخره غلط خوردم تا که من بالاخره نماز میخوندم. بله. خاطر آقایم خفه نشه. اما وقتی که من تحقیق کردم دیدم که فایده ما است. خداوند ضرورت نداره. بله. بی نیاز است. پس وقتی کسی که نماز میخونه آدم سالم باشه، درونش هم سالم، بیرونش هم سالم. افغان صاحب، بعضیا میگن که مشکلاتم زیاد است. آیا توقع داشته باشیم که مشکلات و سختی ها تمام میشه یک روز؟ یک شاعر میگه همت در کار دارد امتحان زندگی، از ناکام آن که عرض ناتوانی میکند. بله. انسان وقتی موفق میباشه که وقتی کامیاب میباشه پشت کار داشته باشه. بله. یعنی اگه 1000 بار شکست بخوره، هر شکست آغاز یک پیروزی است. دانشمندا خبر دارید که گپای مردم با خود بی سواد است و گپای خودم میگم. من قدر وقت ندارم گپای دیگر را بگم. انا ماخذ قرآن است، اما اینجا بخوای نقل قول کنم. مثلا اینشتین چند بار دید که یک مرچه مواد غذایی خود بسیار قوی‌تر از جسم خود در 100 بار بالا میکرد، پس می‌داد در 101 بار تیرش کرد. یعنی در 100 بار مرچه مایوس نشد. یعنی مایوسی رو به خود راه ندین، کامیاب میشه. من 4 سال اگه اکتیو 11 نمیخوندم امروز سید قبقا نمیشد. نه بله کار کرد. پس هیچ وقت شما نگویی من نمیتونم. یعنی شما بعد از پروردگار هستین، یعنی بعد از پروردگار، بعد از خداوند شما فی الارض خلیفه هستین، نه فی افغانستان، نه فی تاجک، نه فی پشتون، نه فی عرب. نگفته که تنها مسلمانان خلیفه خداست، انسان خلیفه خداست. یک نفر میگه بدر از ایران تیر نشکوش کنی که ماین است. تو چی؟ خیلی خیر ببینی من خبر کردی. خب پیغمبر خب میگه بیچاره تو کار خوبه کو، دوزی نکو، بد نگو، غیبت نکو، همسایت کشته ما تو صحیح نیستی. همه دین ها، تمام ادیان به خاطر نجات انسانیت است. همه ادیان یک قانون است که انسان ها را به طرف راه راست رهبری کنه. کل دی مکتب اگه نمی بود، این مکتب نمیشد، اگه نبود همین که ادیان هم میسک. مثلا زبور داوود علیه السلام، بله. تورات موسی علیه السلام، انجیل عیسی علیه السلام، قرآن محمد صلی الله علیه و سلم. یکی دیگر را تکمیل میکنن، یعنی تکمیل میکنن، یکی چیز دیگر نیست. بله. اما چرا متعلمین جنگ داره بین خود؟ مکتبا جنگ نداره که بگویم من کتاب الجبر پرتم سفاش بدرد من نمیخوام، من فوکوتر. یکی دیگر تکمیل میکنن، یعنی شاگردان جنگ میکنن. پس میتونن ماستر بعد از ماستری چی میشه؟ دکتراست. از ماستری دکترا میتونی بری، اما از دکترا بری ماستری چی میشه؟ ای بس نه؟ یعنی دکترا رو خودی پس بیده ماستری. یعنی میتونه یکی سوی اسلام شوه، اما از اسلام نمیتونه یکی سوی شوه.
این جمله رو من میخوایم تشریح کنم برای برادرها. من میخوایم کنفرانس میتونم ایسایی که گپ غلط نیست، بس خاطری که من لباسای صنف 8 مکتب مال پوجا نمیتونم، برای من خوردی میکنن. وقتی که تولد میشی میگه چرا قرآن کریم روز اول نامده، چرا قدر پیغمبر، چرا 1,24,224 پیغمبر برای چی بوده؟ به همین خاطر وقتی که انسان نو تولد میشه چی براش کار است؟ براش غنداق کار است. بله. 5 ساله میشه 1 متر تکه، 10 ساله میشه 2 متر تکه، 15 ساله میشه 3 متر تکه، 20 ساله میشه 4 متر تکه. اینا لباس ما در طفل 1 ساله بزرگی میکنه، لباس طفل 1 ساله دم خودی میکنه. اینا بر پیغمبران به نفس بلا تشبیه نوزم الله بگیم علماء هم انتقاد نکنه، مثل خیاطای جامعه است، یعنی معلمای جامعه است، معلمان مکتب، معلم فاکولته، معلم پوانتون. اینا وقتی که خیاطی طفلانه است، خیاطی زنانه است، مردانه است، دریشی است، پیرانتوبال است، واسکت انواعش، اینا مطابق همون جامعه لباس جور کرد، در جامعه و جامعه جور کرد، در جامعه و جامعه جور کرد و بالاخره هر پیغمبر نظر به ضرورتش آمده. این حال محمد صلی الله علیه و در زمانی میاد که دخترها زنده به گور میشه، پس ضرورت زمان امروز وقتی که علما امروز چرا پیغمبر خاتم الانبیا شده؟ به خاطر که اگه خاتم الانبیا نمیشه، اگه طیاره اختراع میکنه میگه من پیغمبر هستم، اینترنت جور میگه من پیغمبر هستم، من پیغمبر هستم. امروز هر کاری که مثلا ساینس و تکنولوژی کار میکنه اونا رو کلش خداوند جل شده توسط پیغمبرا برای ما داده که فلازا علم مقامش بسیار بالاست. بدبختانه امروز در جامعه ما علم کسی ارزش نمیده. به همین خاطر 5 قدرت جهانی است که جنبندی کنیم صحبت خود. اول قدرت سیاسی است، اول قدرت سیاسی است. هوشیارترین مردم کدام مردم هستند؟ هوشیارترین مردم سیاسیون هستند، بله، کلی گیر گل میزدن. دوم کسانی که اقتصاددان هستند، دومین قدرت. سومین قدرت اپوزیشن است، اپوزیسیون است. چهارمین قدرت کسانی که میراب و کلیسا و یارا رهبری میکنن. پنجمیش دانشمنداست، دانشمندای است. پس اینا رو به یکم تو میگی صدیقوان چرا بیعقل میگی؟ تو از بیعقل سرشان خوب است. اگه یا بیعقل نمی بودن اتم اختراع کردن، دست چاتم دارو دارن. امروز اتم انرژی جور که با یک سو بشریت نابود میسازن. اختراع کردن، دست کسی می تیار جو میکنه بمبارد میکنه. بله. پس من چی کردم؟ من گفتم نه تو باید باشه. باید دانشمندا جان رو رهبری کنن. سعی کنین در کشور نام کشور نمیگیرم. در کشور رفتم که افغان سه به قهرمان امی امپراتور قهرمانی گفتم نه امپراتور قهرمان چی بکنه؟ یک نفر کشتی قاتل هستی، 10 نفر کشتی جانی هستی، 1 میلیون نفر کشتی چیستی؟ محترم هستی. قهرمان سه امپراتور سه یعنی قاتلا 1 میلیون نفر، 10 میلیون نفر همیشه مجرمه میشه جور میکنن یا. بله. متوجه هستی؟ بله. چرا؟ به خاطر که یا دستشان یکیست، دانشمند تخریب میکنه. دانشمندا تشکل ندارن، یعنی دوزا تشکل داره، دانشمندا تشکل. استاد یک مثل داریم میگن ترسو و بزدل. اگر ما می ترسو و بزدلی رو به خود رابطه این با زندگی ما چی میکنن؟ وقتی خدای تشناختی هیچ وقت از هیچ کس نمیترسی، که یعنی همتی در کار دارد، یعنی خود همت داشته باشی. اون کی از که میترسی؟ وقت من میخوام کمی که تشریح کنم، بسیار جالب گپ است. یعنی مرگ میترسنه. من مرگ از یاد دوست دارم، ما عاشق مرگ هستم، چون مرگ عبارت از تولد عبارت از مرگ است. من که وقتی میمیرم کجا میرم میفهمی؟ پیش آقای میرم، پیش مادر میرم، پیش قوم میرم، پیش پیغمبر میرم، جای بیگانه خود نمیرم دیگه. نه وقتی که آقای در مزار بیاد رای سالنگ بند باشه از آقای شور میدی که میگه زود تو که آقای خدا برو. هر قدر که زود میمونم همیشه میتر گناه هستم، نه هر روز گناه کردم میرم اکسیژن برکاو نوشته تبدیل میکنم، برک تبدیل میکنم، من میتر گناه هستم. وقتی میمونم گناه ختم میشه و بخدا. پس مرگ عبارت از تولد عبارت از مرگ است. 145 بار کلمه موت در قرآن کریم، 145 بار آیات. اول موت گفته باز آیات گفته، چون در دینا گفته اول دینا باز آخرت. بفرمایید. افغان صاحب این سوال برمیگرده به بسیاری از جوانان، ای که کلگی به زندگی خود فکر میکنن. از دید شما یک انسان موفق با کی گفته میشه چی اوصاف و خصوصیات می داشته باشه و ای که نظم و دیسپلین در زندگی ما چی خوبی رو به بار میاره؟ همین چیزی که دینش میگه مطابق پیغمبر خود حرکت کنه. خلاص ما اولی از خود چی بکشم، یعنی بهترین الگو برای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باشه که دشمن خود چه قسم حرکت میکرد، که دوست خود چه قسم در مهاجرت چه قسم حرکت میکرد. ما در مهاجرت ببینید که یکی دیگر امیال کوبیده رسیم مسجد فلانی علیه بزنیم. ما باید از پیغمبر ما که وقتی نماز میخوانیم نه تنها نماز خواندن نبود، هر حرکت پیغمبر ما برای ما الگوست.
و محمد مصطفی صاحب قدر بزرگ است، قدر بزرگ است در مخلوقات برابرش بزرگ نیست. یک جمله برای راجع به محمدی است برای شما بگویم. اول در 24 ساعت 48 میلیارد مرتبه نامش تنها به عزت گرفته میشه داخل نمازها. 700 میلیون نمازخوان است، هر نمازخوان 61 بار التسنن نماز میگه، التشهد زیاد میگه، تشهد زیاد عبادت میکنه. هر کی یک بار سجده کنه من نوکرش هستم، من تمام مذاهب احترام دارم. سعی کنید نام محمد 48 میلیارد مرتبه در 24 ساعت گفته میشه. تو شخص شما در جهان پیدا کنید 57 تا پاچا عسکرش باشه. پاچاها در هیچ سجده نکنه، در روزی در سجده میره. بله. تو کسی رو پیدا کنید که در تمام دینا سفارت داشته باشه. محمد صلی الله علیه و آله است. در امریکا 5000 امام مسجد هست. 5000 سفارت هست. بله. خب بگن مثالی میگن مسجد خانه خداست. من گفتم نه خیر، خانه خدا نیست. به خاطر که خیر مسجد که نبود خدا صاحب خیر خانه نداشت. عبادت خانه خداست. عبادت خانه. و اما خانه محمد مصطفی است که چه بیرون خدا. و محمد مصطفی صلی الله علیه و قدر بزرگ است، قدر بزرگ. هر مسجد که یک جریب زمین باشه 14 میلیون مسجد است. ضربش کنید از بودجه آمریکا که زیاد میشه. 300 میلیون محمد صلی الله علیه و خلاف حقوق بشر بوده، در حالی که حقوق بشر در اسلام قدر بزرگ بود. 300 میلیون غیر مسلم در دسترخوان محمد مصطفی صلی الله نان میخوره. مثلا یک نفر تصویر جور میکنه، یکی کلاه جور میکنه، یکی جای نماز جور میکنه، یکی نقشه مسجد جور میکنه، یکی گروه جور میکنه، یکی فرش مسجد جور میکنه، یکی سوخت مسجد جور میکنه، یک گوسفند جور میکنه در روز قربان. پس بهترین الگو برای جوانای ما زندگی نامه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. افغان صاحب ماشاءالله دستاورد شما زیاد است، مدال یونسکو و دستاورد بزرگ شما که من حیث رئیس اکادمی علوم جهان تعیین شدین. اگر در مورد دستاوردتان کم برای ما بگوین. تشکر وحیده خوار، زنده باشین، سلامت باشین. و کشورها را که بگویم خود با سریال میشه، کلش مستند است. در اینجا کنفرانس ها دادم، در این کنفرانس های ما را باعث بنیانگذار یک علم جدید جور کردن. علم چی است که شورت کنیم کوتاه میخوایم بگویم. تا فعلا بشر علم به دو کلاس تقسیم کردن: علوم طبیعی، علوم اجتماعی. علوم طبیعی علیحده مطالعه کردن، علوم اجتماعی. من دوش یک جای ساختم، دیدم که در اصل علوم اجتماعی فلسفه قرار داره، در اصل علوم طبیعی ریاضی. هر جای ریاضی فلسفه جور کرد، چون در فلسفه هیچ وقت نقطه گذاشته نمیشه. یک آدم میگه شیر چه رنگ است، میگه سفید، میگه نه تباشیری است، میگه نه تخمی است، دیگه میگه نه کاغذی است. با یک سفید چند نوع سفید میگن. اما دو جمع دو چهار است. ریاضی که هست کائنات نبود، ریاضی بود و خود پروردگار بود. ریاضی تحت شرایط، یعنی تحت تاثیر زمان و مکان است. 5 میلیارد سال قبل دو جمع دو چهار بود، آل 4 است و 1000 میلیارد سال بعد 4 است. ولذا ریاضی فلسفه یک جا ریاضی فلسفی این دانشمندان پذیرفتند. وقتی پذیرفتند بسیار مدال دادن. ما قدر مدال داریم در افغانستان، هیچ وقت مدال نگرفتیم. هیچ وقت یک مدال تنها در یونسکو گرفتم کدوم در غزنی که رساله من اول شد در 2013 غزنی پایتخت جهان اسلام شد. یک مدال طلایی گرفتم. دیگه از افغانستان مدال نگرفتم و اگه نکنه باز گله آدم نمیکنه. ما در 23 سال در افغانستان رتبه 9 بودیم. مردم افغانستان همیشه میگن در جان دولت‌ها زده، حکومت‌ها زده. ما در 23 سال رتبه 9 بودیم. اگه دولت‌ها ما را دوست می‌داشت شما اول ما رتبه میداد. ما در 23 سال رتبه 9 بودیم. ما آدم که 23 سال رتبه نداده باشه، یک آدم دیگه میگه که والا صدیق افغان اعتصاب کرده از حکومت پیسه میگیره. وقتی که مزور باشم از حکومت پیسه بگیرم چون دیگه رتبه میگرفتن نتونم. یک آدم دیگه میگه که ورا روسیه دکتر نجیب الله کرده. وقتی دکتر نجیب الله دیگه روسی من میکرد، ما از که ما یک دونه چوکی میدادم. ما هیچ وقت چوکی‌های دولتی نداشتیم. یک چوکی دولتی داشتم اونجا در زمان بعد از بندیخانه امارات اسلامی افغانستان طالبا که از بندیخانه که مرا کشیدن، بعد از مرا رئیس ریاضی فیزیک تکنیک اکادمی علوم ساختن و معین سرپرست اکادمی علوم افغانستان و همچنین قائم مقام خطیب الخشتی بودم. در زمان حکومت اول که به اجازه قرآن کریم درس دادم. دیگه ما کدام چوکی و موقعی در حکومت افغانستان دادم. فعلا دفترم در افغانستان است. خانه شناباد بایدقم در جایش است، محترم در جایش است. تشکیل ما 105 نفر بود. در حکومت جمهوریت هر سال 10 نفر چکم کردن. ولی ما یک تشکیل دارم که تنها 10 نفر ما خدماتی دارم. دانشمندان کلی گرفته. تنها انقلاب یک نفری رخشونده بودیم، انقلاب کردم منم یک نفری و ریاستی که یک نفر داره. یک مسئله که هیچ کس نیست. معاون ما بیچاره یک 20 کتاب نوشته کرده، استاد محسن نمیگه 20 کتاب نوشته کرده. او را کسی رتبه علمی داره در اکادمی علوم افغانستان. مگم یک تعداد مسوداست که همین میاره خصوصی فلانی واجب او را سر محقق میسازه میشه. این گپاست که اگه گله کنم گلیم زیاد میشه و هم گله نمیکنم از کسی. بله استاد، به عنوان آخرین پرسش اگر شما سوال کنیم که شما راه نجات افغانستان در چی میبینین
و اگر کوتاه اشاره کنین از اینقدر تحقیق کردین در 50 سال تجربه مختلف را که داشتین. ما صلاحیت افغانستان هیچ وقت نداشتیم. بله. به طور مثال ملک از زمین گرفتم، ما پاچهای ما صلاحیت زمین نداشت که برای مردم زمین توزیع کنه. ما در کوی شهید روزه خانه آباد کردیم. آب ما را مدیریت کرده نتونستیم. مادن خود فروخته نتونستیم. اولادای خود با سواد ساخته نتونستیم. بله. در پولی یک مرادخانی را جور کرده نتونستیم. بله. دیگه وقتی که نتونستیم کل ما کرانشین هستیم. اندال ما اتباعش ما کرانشین هستیم. کل ما تنبل برآمدیم. ما کل ما کرانشین هستیم. اما دروازه رو باز کنی کلگی میره. غیر از من نمیرم. به خاطر من نمیتونم رفته. به خاطر که من هر چیزی که بالا پرتی پاهان میفته. چرا پاهان میفته؟ کوی اجازه داره. من قصدار ملت خود هستم. من از قصدار آدم گریختن غلط است. به خون از یا مسیدی افغان شدیم. به خون از ملت. این ملت نان نیافته. ما تحصیل کردیم. مالیه پرداختن، ما تحصیل کردیم، ما در خارج تحصیل کردیم، در داخل تحصیل کردیم. به خون ملت خود من قرضدار ملت خود هستم. هر وقت پیسه پیدا کردم پشت خانه تق تق یا تق ما قرضه کردم، ما قرض بازو وقت صلاحیت خودم می‌داشتم باز میرم. من هیچ وقت صلاحیت خودم ندارم. من چون صدیق افغان هستم نه صدیق منطقوی. یک آدم تخلص خود منطقی میمونه، سر منطقه خود فکر میکنه. فامیلی میمونه، سر فامیل خود فکر میکنه. ما تخلص خود افغان ماندیم. سر افغانستان بزرگ خود فکر میکنیم. افغانستان وطن من نیست. افغانستان خانه است. وطن من کل کره زمین است. دقیق. چون 5 برادرم 5 برادرم است. من فی الارض خلیفه هستم. پس کل انسان ها از من برادرم است. نظر به اعمالش بازو خداوند را رد نمیده. بله افغان صاحب بسیار تشکر از وقتتان، از لطفتان، از اینکه گفتین سفرم دارین، اما آمدین، قصه کردین، به گپ جمع گپ حاضر شدین و تمام موضوعات بسیار مهمه گفتین درباره زندگیتان، درباره تحقیقاتتان، درباره 50 سال تجربه و یا دیگه. ان شاء الله که دوستا مستفید شده باشن، عزیزایی که ما رو بیننده هستن. بسیار تشکر، لطف کردین. تشکر از شما، تشکر از بیننده عزیز. کدام کم کاسی داشته باشه، آخر انسان هستم، بنده هستم، اشتباهات می داشته باشم. ما اگر در طول تاریخ هر قدر اشتباهی کردیم معذرت میخوایم از کل مردم افغانستان. من جرأت ندارم معذرت بخوایم. فضل خدا مرا تشکر میکنم. مرا دنات نشته میکنن که در کامنت ها دیوانه است، نمیگن وطن فروش، نمیگن جانی، نمیگن خائن، نمیگن زمین چور، نمیگن به ناموس ما تجاوز کرد، نمیگن رشوت خود. این القابا رو برای من نمیپرتن. سابق آقا میگفتن این آدم KGB یا CIA او را نمیگن. یک دیوانه میگن، راست میگن. اشاره کلش وقتی دروازه باز شود کلگی میره. هم یک دیوانه در افغانستان در کنار مردم افغانستان خودمان و صدیق افغان. چون به این خاطر وقتی که من در آخر یک جمله دیگه بر مهاجرین میگم، این جمله را از من پرسان کردن در یک کنفرانس بین المللی که مردم افغانستان طیاره امریکا خودش کشال کرد، تو چی نظر میتی؟ من گفتم مردم افغانستان در طیاره خود کشال نکرده. مردم افغانستان شد در دامن طیاره امریکا که بیا بدر صاحبی تبیت باز نصف شب بگروست. یک تا افغانان سر من انتقاد کردن که چرا این گپ زدی؟ گفتم من از خاطر آبرو و عزت خود گفتم نه افغانا که امریکا جان مرا بکش. من به عزت ماجرین یک گپ زدم. میگه دروغ به مصلحت خوب شد. من یک حرفی گفتم که افغانا دم طیاره امریکا را گرفتن که بیادر بیا که صاحبی تبیت باز بگروز. اینا گفتن افغانا در طیاره خود کشال کردن. گفتن نه خیر، افغانا هیچ وقت در طیاره امریکا خود کشال نمیکنن. افغانا غرور دارن. افغانا شوروی بسیار چیز داده بچونه، اما غرور خود نفروختن. تیل قدر برشان برد. افغانا هیچ وقت عزت خود به خاطر عزت نفروختن. افغانا مردم با ناموس، مردم با دین، مردم با شرف هستند. فخر میکنم که من اولاد افغانستان هستم، من نوکر افغانستان هستم، من عسکر مردم افغانستان هستم. تشکر، خداحافظ. تشکر محمد صاحب. بله بسیار تشکر از افغان صاحب. افتخار شدن کف بزنین از تمام لطف و مهربانیتان. تشکر، همیشه موفق و صحتمند باشین. دوستان میریم به وقفه، بعد از وقفه ادامه برنامه گپ جمع گپ فراموش نکنید. گپ جمع گپ. بله دوستان عزیز، بسیار تشکر از اینکه ما همراه بودین. فقط سابسکرایب کنین چینل، کامنت نوشته کنین، ویدیو رو با دیگه دوستاتون شریک کنین، لایک کنین و بعضی موارد مشخصی که شما در صحبت‌های افغان صاحب بسیار خوشتان آمد میتونید در کامنت نوشته کنین که چه چیزا را شما را خوشتان آمد. دیگه هفته خوب و خوش به همکاران میخوایم ان شاء الله که بخیر سلامت باشی و شما همچنان این طرف شما همچنان در رقم میز ما پانگ پیدا کنید. این طرف یک ذره سبکتر، این طرف
گرانتر شد چه نوبت نیست دیگه انشالله که هفته آینده خواد بودن. رخصتی های سال نو شروع میشه و کلگی در این چیزا مصروف میشه و مکاتب رخصت میشه دیگه. یک میله و یک جشن برای کسایی است که برگزارش میکنن و این طرف رخصتی است، مگر در افغانستان زمستان دیگه شروع و سخت‌تر شده. اونجا رخصتی میشه دیگه، مکاتب نو رخصتی داره. بله. راستی حفیظ جان یکی از دوستا گفته بود هموطنای ما که وقتی که میگن زنده باد افغانستان، ژوندای دوی افغانستان، باز چرا میزبکیش نمیگین؟ یشسن افغانستان. آمورم یک گفته بود بگین خیر افتم باش یاد میکنم. تشکر از اینکه دوستان ما همراه بودین. موفق کامگار باشین. همدلی از همزبانی بهتر است. تل افغانستان. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان. نیرم از خاطر خود دوست. خدای پامان. خوشی و لبخند با HM پروداکشن. این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بانک Your Trusted Bank برای شما تقدیم گردید. عزیزای دل، هموطنای گل، بسیار تشکر از اینکه این برنامه را تماشا کردین. ما برای شما عزیزا 2 ویدیو و 2 برنامه دیگر را پیشنهاد میکنم. یکی ای و یکی هم ای. شما میتونین که ای را ببینین با خانواده‌های عزیزتان و راسیاتون نره که سابسکرایب کنین، چینل اگه نکردین. حمایت شما همی است. لایک کنین، کامنت کنین و ویدیو را با تمام عزیزای دیگه‌تان شریک کنین.